سلام، به ایتریشن خوش اومدین. من عاطف راهدانم و توی این اپیزود قراره با معین صبوحی صحبت کنم. معین در حال حاضر طراح محصول در شرکت بترمود در کانادا است و توی این اپیزود قراره با هم در مورد این صحبت بکنیم که الگوریتم‌های هوش مصنوعی چطور دارن فرآیند کاری طراح محصول رو تغییر میدن. توی هر گام از پروسه طراحی محصول ما از چه ابزارهای AI داریم استفاده می‌کنیم و چطور ازشون کمک می‌گیریم. با این همه تغییراتی که توی حوزه کسب و کارهای دیجیتال داره اتفاق میفته، چطور میتونیم یاد بگیریم و خودمون رو به روز نگه داریم؟ سلام معین، حالت چطوره؟ خوبی؟ سلام، چطوری؟ خوبی؟ قربانت، منم خوبم، مرسی. قربانت. خوشحالم که داریم صحبت میکنیم و بالاخره این ستاپه اوکی شد بشینیم شروع کنی. آره دقیقاً. من که الان یه مدت خیلی خوبیه میخوام باهات صحبت بکنم دیگه. اتفاقای عجیب غریب و جنگ و همه چی اتفاق ما افتاد. که چند ماه فکر کنم شد دیگه، یه پروسه جنگ و بعدم سری پروسه های دیگه تا حالا بیاد الان دیگه یه تایمی بشه فیکس بشه. آره طول کشید. دقیقاً. خلاصه که خیلی خوشحالم که بالاخره اوکی شد و فرصتش شد که باهات گپ بزنم. من خیلی دوست داشتم که یه اپیزودو مهمونمون باشی و با هم دیگه صحبت بکنیم. قربانت. ما این فقط برای مخاطبای ویدیوکستمون که کمتر باهات آشنا هستن یه کوچولو خودتو معرفی میکنی، بعد بریم سراغ صحبتامون. چقدر از عقب شروع کنم؟ از اولش از هر جا خودت دوست داری. ببین، من معینم و از حدوداً 12 سال پیش فرآیند حالا دیزاینی که الان دیگه دیزاینر رسما ولی اون موقع اسمای دیگه ای داشت، پروسه‌ای که من شروع کردم شروع شد. من از گیم شروع کردم فعالیتمو، از اینداستری گیم شروع کردم. بازی می ساختیم و بازی مختلف رو کافه بازار و جاهای مختلف پابلش می کردیم و تیمای مستقل داشتیم که حالا یه تایمی هم مثلا با آوا گیمز همکاری میکردیم، اونجا بود تیممون و این پروسه ادامه داشت. اونجا من نقشی که داشتم بیشتر حالا گیم آرتیست بود و یا مثلا اون اسست هایی که برای گیم میخواستیم یا اسست هایی که برای مارکتینگ گیم ها میخواستیم اونا رو من دیزاین میکردم. ولی خب پوزیشن به طور خاص مثلا شاید خیلی به گرافیک دیزاینر نزدیک‌تر. از همون موقع خب من همزمانش فریلنس هم کارم رو شروع کرده بودم و پروژه های مختلف. حالا پروژه ها اون موقع اگه یاد باشه مثلا فیگما به این جدیت نبود 12 سال پیش که الان جدیه و همه چی با تو فیگما. الان که دیگه البته اونم از AI جا مونده و AI الان داره جدی میشه، ولی حالا خود فیگما هم انقدر تولز جدی نبود اون موقع و مثلا من یادمه که با فتوشاپ تو هم دیزاین می‌کردی. آره یادمه که بود واقعا. خیلی سم بود، اصلا به هیچ دردی هم رسما نمیخورد، چون بعد که میخواست کد بشه یه تصویر خوشگل بود، صرفا به هیچ کاربردی نداشت هیچی. نهایتا یه سری از این کارا میکردیم، سایت و اینا رو تو فتوشاپ دیزاین میکردیم، گیم ها رو هم تو فتوشاپ دیزاین میکردیم، همه چیز رو کلا تو فتوشاپ دیزاین میکردم و فریلنس های پروژه های مختلف انجام میشد تا فکر میکنم سال 98-99 بود که دیگه رفتم جاب ویژن و اونجا به عنوان گرافیک دیزاینر استخدام شدم. تو جاب ویژن خب من 4 سال تقریبا نزدیک به 4 سال موندم و اونجا پروسه همون گرافیک دیزاین رو ادامه دادم. حالا باز هم کنارش پروژه های پروداکتی رو خودم شخصی هم یه سری پروژه داشتم که حالا فاز استارتاپی یه سری چیز لانچ میکردیم و اینها هم جداگونه با حالا پروژه هایی که از کارفرماها می اومد یه سری دیزاین پروداکت داشتم. ولی به عنوان سمت اصلی به عنوان سینیور گرافیک دیزاینر توی جاب ویژن فعالیت میکردم تا حدوداً چند ماه پیش که از چند ماه پیش دیگه از جاب ویژن اومدم بیرون و به حالا بترمود اضافه شدم که توی بترمود به عنوان دیزاینر دارم فعالیت میکنم الان روی حالا برای که بترمود و بچه ها حالا شاید بهتر بدونن چه بیزینسیه که سی پی او ما میشه سهیل علوی پادکست طبقه 16 و خود بیزینس ما هم بیزینس کامیونیتی پلتفرمه، به این معنا که ما زیرساخت رو تامین میکنیم که بیزینس های مختلف بتونن یه کامیونیتی برای
بیزینس خودشون بسازن، که حالا اون کامیونیتی میتونه نقش ساپورتشون باشه، نقش یه فضایی برای اعضای تیمشون باشه، یا هر کدوم از این کاربردهایی که خودشون در نظر میگیرن. و الان هم توی بترمود من دارم روی دیزاین کار میکنم، دیزاین بیشتر کامیونیتی هایی که برای کلاینت های ماه. خب کلاینت های بزرگی هم داریم، کلاینت همون مثلا مرسدس بنز، لنووو و از اینجور جنس کلاینتان و همین، و الان هم که اینجا. تو از جمله افرادی هستی که خیلی پیگیره و بروزه توی حوزه هوش مصنوعی و کاربرداش توی حوزه کاری خودمون. ما یه گروه دوستای مشترکی هم داریم که دیگه خودت میدونی هر کدوممون هر وقت راجع به هر ابزاری سوالی داریم یا هر نکته‌ای داریم، سریع اولین چیزی که به ذهنمون میرسه اینه که از خودت بپرسیم. و منم خیلی وقت بود، حالا جالبه بدونی که یکی از پردرخواست ترین موضوعایی که هم توی کامنت ها توی یوتیوب برامون بچه ها می نویسن، هم توی پیامایی که بهمون میدن ازمون خواستن در موردش صحبت بکنیم، طبیعتاً AI و اینکه چه تأثیری داره روی حوزه کارمون میذاره. بیشترم دنبال این هستن که بدونن دقیقاً کسایی که الان طراح محصولن، حالا توی شرکت‌های مختلف، چه کارکردایی داره براشون، چه ابزارهایی دارن استفاده میکنن، چطور خودمون رو باید سینک بکنیم و بروز باشیم با این ابزارهای مختلف، یاد بگیریم که کار بکنیم کلاً و از هوش مصنوعی استفاده بکنیم توی کارمون. حالا صرف ابزار هم نمیشه گفت دیگه، جاهایی متفاوت کار ترند روزه دیگه. آره واقعا همینطوره. ترند هم حتی پارادایم شیفت، واقعا من همیشه میگم، یعنی دقیقا مثل وقتی میمونه که یهو اینترنت اومد یا وقتی که یهو کامپیوتر خیلی شکل امروزیش شکل گرفت. ببین آره یه همچین اتفاقایی داره میفته و افتاده رسما دیگه. الان چند سال شد دیگه، الان فکر کنم نسخه اول چت جی پی تی که اومد 2-3 سال پیش بود، یعنی آلردی فکر کنم چند سال شده. آدم باورش نمیشه مثلا این همه تغییر تو 3 سال 2 سال باشه. واقعا یه تحولیه که آدم توقع داره که مثلا 10 سال شده باشه. دقیقاً آره، خیلی سریع همه چی داره پیش میره. این که حالا میگی که مثلا من همیشه بروزترم و این حرفا، به این واقعیتش 2 تا اتفاق افتاده. یکی این که ما کلا خود بیزینس بترمود خیلی در واقع بت کرده روی AI و از نظر درون سازمانی، و ما خیلی کلا همه بچه های سازمان پیگیر AI های مختلف هستن و سعی کردیم جا نمونیم از این مارکته. و حداقل ترین اتفاقی که میفته اینه که توی کارهای روزمرهمون هر چیزی رو که میشه با AI بهینه تر کرد بهینه تر بکنیم. این یه قضیه است. یه قضیه دیگه هم اینه که شخصی من خب یه فرایندی رو برای خودم تنظیم کردم که همیشه در معرض این که ابزارهای جدید رو بفهمم چیان و باهاشون کلنجار برم، همون به عنوان در واقع اولین یوزرهای اون ابزارها باشم، هست توی روتین من. و این شکلیه که خیلی وقتا مثلا منم و فاوندر خود اون پروداکت تو پروداکت، هنوز پروداکت لانچ نشده، من دارم تست میکنم. آره یه ابزارهایی بعضی وقتا معرفی میکنی که قشنگ همینطوری هست. آره ابزار پر باگ، هیچ کاری هنوز معلوم نیست، فقط ایده یه طرفه مثلا. برای همینه که مثلا حالا یه مقداری بیشتر، یه مقدارش هم احتمالا سر علاقه شخصی است دیگه، که حالا به این وضعیت میرسه. و یه جورایی هم الان اینجوری شده که تقریبا پروسه های سنتی که ما تو پروسه حداقل دیزاین داشتیم، پروسه‌ای وجود نداره که یه تولزی نیومده باشه یه جوری بهینه ترش کرده باشه و یا به کمک تولز های دیگه AI نشه یه جوری خودت یه مثلا ایجنتی بسازی، یه چیزی رو سرهم کنی که بتونی اونو بهینه‌اش بکنی. برای همین تقریبا همه کارا رو میشه که یه سویچی کرد. دقیقا همینطوره. حالا خودت توی صحبتت به پروسه طراحی اشاره کردی. من فکر کنم خیلی خوب باشه اگه گام به گام، البته خب پروسه طراحی محصول وقتی میگیم نمیشه دقیق گفت که برای همه یا همه پروژه های پروسه خاص داریم. من خودم هم از اون دست آدم هایی هستم که خیلی پایبند به این که مثلا با فلان فریم ورک بریم کار بکنیم یا
فلان پروسه رو پیش ببریم و اینا نیستم حقیقتا. یعنی همیشه هر پروژه‌ای که دارم اولش میشینم میگم که خب الان چیکار بکنم، قدم اولم چی باشه، بعد قدم دومم چی باشه. یعنی همینجوری که پروسه رو دارم میرم جلو تصمیم میگیرم که از چه متدایی استفاده بکنم، با چی شروع کنم. ولی حالا همون به معنی عامش اگه بخوایم فکر کنم صحبت بکنیم راجع به این که چه تغییراتی داره اتفاق میفته توی پروسه طراحی محصول، همون پروسه روتین طراحی محصول جنرالش رو اگه بخوایم بگیم، گام اولش اصولاً با یوزر ریسرچ یا تحلیل دیتا یا یه همچین چیزی شروع میکنیم. در نتیجه شاید خوب باشه مثلا از اونجا شروع کنیم، از یوزر ریسرچ. من خیلی برام جالبه بدونم که تو برای ریسرچ کردن، برای حالا سوالایی که اول هر پروسه طراحی برامون پیش میاد و جواب دادن به این سوالا چطور و از چه ابزاری استفاده میکنی، چی کار میکنی و چطور پیش میبریش؟ ببین من 2 تا کار میکردم و میکنم الان. قبلا این شکلی بود که در واقع این قبلنی که دارم میگم حرف 2 سال پیشه، یعنی قبلا خیلی قبلم نیست. قبلا این شکلی بود که خب میرفتم دیگه الان میگیم قبلا ممکنه که یه هفته باشه واقعا. آره این شکلی بود که چت جی پی تی رو باز میکردم، سوال جواب میکردم باهاش، سعی میکردم یه سری کاربر فرضی که برای اون پروداکت یا اون فیچر میتونه وجود داشته باشه رو در بیارم، یه در واقع پرسونایی ازش تعریف بکنم، یه سری سوال برای هر کدوم اون پرسوناها در بیارم و بعد وارد فرآیند حالا مصاحبه است، پرسشنامه است یا هر کدوم اینها بشم و بعد از اون برگردم و اون نتایج در واقع اون پروسه رو دوباره به کمک چت جی پی تی آنالیز بکنم. حالا چت جی پی تی رو دارم مثال میزنم، ممکنه یه جاهایی سراغ جمنای رفته باشم، ولی به کمک اون دوباره هم منظورت لارج لنگویج مدل های روتین هست دیگه، LLM مثل جی پی تی، آره. جمنای. و بعد آنالیز بکنم و ببینم که نهایتاً این داره به چه نتیجه‌ای منتج میشه و سعی کنم که از اون نتیجه بیام و برم رو استیت بعدی که حالا ایده پردازی میخوام بکنم یا هر چیزی از طریق این. ولی الان عملاً این تکرار یک رویه باعث شده که خب این شکلی بشه که خب چه کاریه که من یه دور دارم میرم با ای آی صحبت میکنم، پرسونا میسازم و بعد دوباره میرم با ای آی صحبت میکنم، نتایج آنالیز میکنم و یا میرم دوباره صحبت میکنم، سوال طرح میکنم. در نتیجه یه فلوی ما داریم توی خود این پروسه یوزر ریسرچ که این فلوی تکرارپذیره. پس برای یک فلوی تکرارپذیر من اومدم و مثلا با همین حالا تولزای وایب کدینگی که هستن با کرسر من اومدم یه دونه تولز برای خودم درست کردم. خیلی چیز تم دستی هم هست، منتها خب این نیاز رو داره رفع میکنه و برای پروژه های شخصی من الان از این دارم استفاده میکنم و این شکلیه که خود کانسپت قضیه، اینکه پروژه چیه، فیچرش چیه، اینها رو توضیح میدم همون اول براش و نهایتا خودش استپ به استپ خودش پرسونا رو خلق میکنه، برای هر کدوم از پرسوناها میاد سوالهای مختلف خلق میکنه و بعد وارد پروسه مصاحبه که میشیم توی حالا اگر میت آنلاین باشه یه اسیستنتی کنارش پاپ آپ تور باز میشه برای من و از طریق اون من سوالا رو میتونم مدیریت بکنم و پیش ببرم و نهایتا هم ترانسکریپت خود اون میت تبدیل میشه به اون خروجی اون جلسه و اون خروجی میتونه آنالیز بشه و دیگه عملا فلوه از این تیکه های جدا جدایی که من دیتا رو بردارم بیارم بیرون دوباره برم سراغ ای آی در اومده و فلوه کامل شده و خود ای آی نشسته کنار من یا من نشستم کنار ای آی، با هم داریم انجامش میدیم. این پروسه‌ای که الان من دارم. خیلی جالبه. من خودم هم توی ریسرچ راستش فکر میکنم بیشتر از همین LLM های رایج استفاده میکنم، نه خیلی ابزار عجیب غریب دیگه ای. دقیقا همین مثالایی که خودت زدی اصولا برای نوشتن اینکه سناریوی ریسرچ متدش چی باشه. و یه چیزی که جدیدا میبینم خیلی برام کاربردی بوده تماتیک انالیسیسه، همون که ما اصولا یه مصاحبه میریم، بعد قبلا فرآیند
سنتیش میشه گفت این شکلی بود که خب ریسرچرها این کار انجام میدادن، بعد میشستن مستند میکردن صحبتایی که توی اون مصاحبه بود، بعد اون صحبت ها تگ زده میشد که حالا مثلا موضوعش چیه، بولترین موضوع چیه و این سری تگ استخراج میشد. بعد میرفتیم سراغ کمی کردن همین مشکلات اصلی که توی ریسرچ داشتیم. حالا اینجا خوبه من یه رفرنس بدم، ما اپیزود راجع به ریسرچ هم زیاد داشتیم تا الان، با پوریا حسن‌زاده، با زهره قاسمی، قبلا روشنک صحبت کردم مفصل راجع به این موضوع که حالا من لینکش هم میذارم بالای همین اپیزود که کسایی که دارن گوش میدن اونا رو میتونن ببینن اگه دوست دارن با جزئیات بیشتری راجع به این متدا بدونن. ولی خلاصه من فکر میکنم که یعنی خودم هرچی فکر میکنم میبینم که واقعا بیشتر برای تماتیک انالیسیس کمک میگیرم از این LLM ها و مثلا اینکه ریپورتش رو بنویسم و بعد بخوام شیر کنم با بقیه همچین حالتی. و حالا این مثالی که زدی از این چیزی که با کرسر ساختی خیلی بر من جالب بود. من خودم هم البته هنوز واقعیت اینه که کاملش نکردم، ولی با N8 داشتم یه ابزار کوچولویی می ساختم که همین کار رو انجام بده، چون دقت مثلا جی پی تی و بقیه مدلایی که داشتم میدیدم هنوز توی اون سطحی نیست که من خیلی مطمئن باشم بدون نظارت خودم میتونن این کار رو انجام بدن. یعنی بعضی وقتا میبینم که واقعا مثلا اشتباه یه چیزایی رو متوجه میشم، بعضی وقتا میبینم که مثلا این مشکل بولدی بوده بعد یه تگ دیگه ای زده. از این خلاصه مشکلات این شکلی زیاد دیدم. اینه که خودم خیلی گام به گام باشون پیش میرم ولی خب این چیزی که توی اینایتن ساختم اینه که اومدم کامل تعریف کردم که تماتیک انالیسیس چیه، چطوری انجام میشه. حتی یه مقاله هم پیدا کردم که فکر کنم برای اگه اشتباه نکنم دانشگاه آنتاریو بود یا یکی از دانشگاه کانادا که اومده بود ریسرچش این بود که برای تماتیک انالیسیس اصلا چطور پرامپت بنویسیم که خروجی خیلی دقتش بالا باشه. برای من عجیب بود که حالا این موضوع مقاله بود. ببین دقیقا همین اومدم اشاره بکنم. نکته قضیه اینجاست که خیلی مهمه پرامپتی که داری میدی چی داری میگی و توقعی که داری چیه. اگه من صرفا بشینم بهش بگم که این نتایج مصاحبه منو برو تگ گذاری کن، خب اون منطقی که AI اونور داره برای خودش شاید داره به یک چیز دیگه ای فکر میکنه و تگ گذاری میکنه. ولی وقتی من براش خود پروداکتم رو توضیح دادم، نحوه تگ گذاری رو توضیح دادم، توقعی که دارم رو توضیح دادم، خب خیلی بهتر میتونه این کار بکنه. و دقیقا همینه که میگم اون پروسه رو من دیدم پروسه تکرار پذیریه. من دیدم هر سری باید بیام و توضیح بدم که بابا این اونه. آره این همونه که گفتم. و آره ولی من بازم حس میکنم که حتی با خیلی خوب نوشتن اون پرامپتم اون خروجی که حالا من تو اون کیسی که میخواستم، مثلا یه ریسرچی بود اخیراً توی برای کاربرای آگهی گذار املاک توی دیوار بود که سری مثلا مشکلات توی چت و تماس دیوار رو میخواستیم بررسی بکنیم. توی اون ریسرچ من واقعا خیلی راضی نبودم از نتیجه، یعنی همش خیلی باید نظارت خودم بالا بود، یعنی خودش با اتونومی بالا نمیتونست اون کار رو به اون شکلی که من میخواستم انجام بده. و به قول تو فکر میکنم الان هممون تهش، حالا اولش که احتمالا شروع کارمون با همین استفاده روتین از LLM و ابزارهای دیگه AI، ولی منم همیشه دنبال این هستم و این که ببینم کجای کار خودم رو میتونم دلیگیت کنم به یه ایجنتی یا یه چیزی که یه بخشی از کار خودم کم بشه. در نتیجه این مثالی که زدی برام جالب بود. حالا من خودم هنوز کامل نکردم این کاری که گفتم ولی نتیجهش به نظرم یه بار که برای همین ریپورت داشتم ازش استفاده میکردم به مراتب بهتر از این بود که باز اونم بیسش روی جی پی تی ها، یعنی اون مدلی که دارم توی اون پرامپت استفاده میکنم جی پی تیه توی انایتن، ولی بازم خروجی خیلی بهتره این شکلی، چون دیگه به قول خودت لازمم نیست من یه سیستم پرامپت بهش دادم که دیگه خودش کامل مسلطه که چی کار باید بکنه و دیگه هلوسینیت نمیکنه یا نمیدونم سوتی نمیده توی این کارهایی که داره انجام میده. ببین حالا اتفاق دیگه ای که میتونه بیفته و احتمالاً همین مدلی که داری درست میکنی بهترش بکنه اینه که به مرور زمان که مثلا 4 تا از فیچرهای دیوار رو اومدی باش هندل کردی و رسوندی به اون گامی که نهایتاً
چه میدونم تحلیل اون در واقع نتایج اون تگ گذاریت انجام شد، همونها رو بیای به عنوان محتوایی که برای آنالیز پنجم ازش استفاده بکنه و به عنوان نمونه ترین بشه باهاش در اختیار خود AI بذاری، باز نتایج تو خیلی بهتر میشه. چون که خیلی این در واقع هم پروسه‌ایه که LLM اومده و ترین شده. حالا اینجا یه مدل خیلی کوچولو و اصلا غیر قابل مقایسه است با ترین عادی، ولی یه مدل کوچولوه و خیلی بهتر میتونه تحلیل کنه که تو الان دنبال چی هستی از این پروسه‌ای که داری با AI انجام میدی. خیلی جالب بود این نکته‌ای که گفتی. خودم تا حالا اینجوری بهش فکر نکرده بودم که مثلا ریپورت ریسرچ هایی که الان دارم و بدم برای اینکه متوجه بشه خروجی ایدئال من چیه. حالا اینم حتما امتحان میکنم. ممنون که گفتی. من توی مرحله ریسرچ خیلی یعنی خیلی چیز دیگه ای راستش استفاده نمی کنم الان در لحظه. خیلی چیز کاربردی پیدا نکردم هنوز و همین متداییه که خودت گفتی. حالا جلوتر فکر کنم خوب باشه یکم مفصل‌تر راجع به ایجنتیک AI یا اینا بیشتر صحبت بکنیم. تنها کاربرد دیگهش برای تحلیل یه سری داده هاست. یعنی بعضی وقتا خب با ریسرچ شروع نمی کنیم دیگه، یه سری داده ها، یه سری توی دیتابیس های خیلی پلتفرم ها هست، یه سری متریک هایی که تعریف کردیم و داریم اونا رو بررسی میکنیم. یه کاربرد دیگه ای که LLM ها برای من دارن هم همینه. یعنی بعضی وقتا هم اون کار رو باهاش انجام میدم که یا مثلا تحلیل یه سری داده ها رو احتمالاً بلد نیستم و میخوام برم ببینم که چطوری این کار بکنم. یه ابزارم داریم توی دیوار به اسم دستیار داده که یه چیزیه که این هاوس، یعنی برای خود شرکت خودمونه. از این دستیارا این شکلی توی گام‌های مختلف بر پروسه‌های مختلف زیاد داریم. احتمالاً شما هم، یعنی فکر کنم همه پلتفرم‌ها دارن این کارو میکنن، همه شرکت‌ها که یه سری چیزا رو برای خودشون دارن توسعه میدن. ببین الان همین جوره دیگه، همه شرکت‌ها یه سری زیرساخت این شکلی دارن، حالا یا برای خودشون توسعه میدن یا رفتن از ترد پارتی هایی که مثلا میان نسخه های اختصاصی تولید میکنن استفاده میکنن، و یا در سطح پروژه شخصی خود بچه ها خودشون هر کسی یه چیزی توسعه داده برای گام های مختلفش. این هست و کلن هم داریم به این سمت میریم. الان مثالشو دیدیم دیگه، هم من گفتم هم تو گفتی، داریم میبینیم که منطق فکریه یکسانه. حالا یه کسی اومده مثلا با وایب کدینگ اونو در آورده، یه کسی اومده با ایجنتیک در آورده و منطقه یکیه، زیرساخته یکیه، فقط عوض شده مدل پیاده سازی. و عملا اون گامی هم که برای تحلیل دیتا میگی اتفاقیه که قبل از این داشت برای مثلا بچه ها با پایتون یه کدی میزدن که یه تحلیلی روی سری دیتایی که داشتیم الان اونها رو ما داریم میدیم به چت جی پی تی، میگیم خودت برو اون پشت فکر کن ببین چیکار کردی و تحلیل کن بیا به ما بگو دیگه. من داشتم فکر میکردم که اگه من و تو میخواستیم، حالا تو به یه روش انجامش دادی، من به یه روش، به قول خودت تو با کد زدن توی کرسر این کار کردی و من با این ایجنت N8 این کارو کردم، یعنی یه ایجنت توی N8 ساختم و این کارو کردم. اما چیزی که برام جالبه همینه، دقیقاً نکته درستیه. واقعا به نظرم قبلا اگه میخواستیم این کار رو انجام بدیم احتمالاً باید یه تیم تشکیل میشد از یه ترکیبی از دیولپرها و دیزاینرها. خب هیچ وقت هم چنین اتفاقی تو واقعیت نمیفته که مثلا ما بگیم برای فلان فانکشن توی دیزاین مثلا یه ابزار بسازیم. انقدر کار داریم توی محصول که واقعا فرصتش نمیشه. این بخش تغییرات هوش مصنوعی راستش برای من خیلی جالبه. عملا ما رو آنبلاک کرده دیگه، واقعا دیزاینرها رو آنبلاک کرده تو این زمینه. و عملا این شکلی بود قبلا که هر موقع ما میخواستیم یه دونه تسک آنالیزی چیزی داشته باشیم، یه تولز کوچولویی برای تیم دیزاین میخواستیم، عملا نشد بود. همیشه ته استک چیز بود، بکلاگ همه هیچ وقت نمیرسید بهش دیگه، فرصت نمیشه، اولویت پیدا نمیشه. حالا بذار اگر تو اسپرینت بهش رسیدیم. دقیقاً واقعا همینطوره. خب خلاصه خوشحالم از اینکه امکان اینو داریم که یه سری کارهای این شکلی رو انجام بدیم. خب یه گام دیگه ای که اصولاً ممکنه حالا انجام بدیم یا ندیم، تحلیل رقبا یا تحلیل پلتفرم‌های مشابه. توی ایران هم ما خیلی این کارو میکنیم دیگه، چون یه کوچولو منزوی هستیم نسبت به پروداکت‌های دیگه، خیلی روتین مثلا باهاشون کار نمی‌کنیم احتمالاً، و توی پروژه‌های مختلف خوبه که بریم ببینیم پلتفرم‌های دیگه توی دنیا چی کار کردن، ایده بگیریم، الهام بگیریم از کار بقیه.
تو برای تحلیل رقبا چی کار میکنی؟ چیزی هست که کمکت کنه؟ ببین بذار یه مثال بزنم. من چند ماه پیش که میخواستم در واقع وارد فانل اینترویو بترمود بشم و با بترمود کارمو شروع کنم، خب قبل از اون من جاوا ویژن بودم، یه پلتفرم کاریابیه و هیچ شناختی تقریبا روی کامیونیتی پلتفرم و حالا تا حدی وبسایت بیلدری مثل بترمود نداشتم. در حد جست و گریخته تو اینترنت این منور پادکست ها یه چیزایی ازش شنیده بودم، میدونستم کلیت کارش که داره یه کامیونیتی میسازه، یه سایتی میسازه، ولی خب حتی با خودش هم شاید خیلی کار نکرده بودم در حد یه بار تست. اتفاقی که افتاد این بود که خب من نیاز داشتم توی یه تایم خیلی کوتاه حتی اکثر دیتایی که میتونم از خود بترمود و رقباش داشته باشم که بعد از اینکه این تحلیل رو داشتم تازه بتونم ایده پردازی کنم و بیام یه سری سولوشن پیشنهاد بدم که مثلا اینجا رو اینجوری کنیم، این دیزاین رو این فیکس کنیم، این پروداکت اینجاش این فیچر رو میخواد و به یه همچین ایده هایی برسم برای داکیومنتی که داشتم آماده میکردم. خب اتفاقی که افتاد این بود که مسلما من نمیرسیدم توی 2-3 روز بشتونم و همه رقبا رو باز کنم، یه دور پروسه هاشون رو، همه فیچر هایی که دارن رو آنالیز بکنم، مارکتشون رو ببینم هر کدوم چه جوریه، ببینم کدومشون رو کدوم قسمت مارکت دست گذاشته. در نتیجه به یه تحلیلی من نیاز داشتم اینجا که هم خیلی جامع باشه، یعنی تحلیل من در مورد یک فیچر خاص نبود که بتونم خودم دستی انجام بدم، قرار بود یه تحلیل جامعی باشه که همه فیچرها رو درگیر میکرد، همه رو میکشید بیرون که فلان مثلا سیرکل فلان فیچر رو داره، بترمود فلان فیچر رو داره، وب فلو فلان فیچر رو داره. خب اینجا من دوباره اومدم سراغ ای آی و اون موقع با جی پی تی و با منوس داس آی ام، موقع منوس توی حالت تستش بود، الان پابلیک منتشر شده و دیگه بچه ها میتونن استفاده کنن. شروع کردم آنالیز کردن. کاری که منوس میکنه اینه که خودش رو میذاره جای تو به عنوان یک کاربر، به عنوان یک اپراتور در واقع سیستم و بهت اتفاقا نشون میده، میگه که خب من رفتم الان مثلا سایت سیرکل رو باز کردم، اینجاش فلان چیزو داره، اونجاش اینو داره و دقیقا یه مانیتور کنار صفحه به تو نشون میده از آنالیزی که داره میکنه و استپ بندی هم میکنه. میگه که مثلا مرحله اول من میرم همه سایت ها رو بررسی میکنم، مرحله دوم میرم ببینم چه فیچرهایی دارن، مرحله سوم میرم تو مارکت ببینم کدومشون تو خبرها اومده، هر کدوم چه مثلا میزان یوزری دارن، چه تعداد کلاینتی دارن. بعدش میرم مثلا همه اینا رو جمع میکنم، تیبل میکنم، تیبل رو میام و برای تو تبدیل به حتی وبسایت میکنم و یه وبسایتی به تحویل میدم که تو بری اونو بخونی و همه اون آنالیزی که نیاز داشتی رو از اون مارکتی که داشتی بفهم. خب این کارو که من کردم، نهایتا من با یه داکیومنتی مواجه بودم که همه رقبای بترمود که حتی من اسمشون رو هم نشنیده بودم اونجا لیست شده بود، میزان سهمشون از مارکت در اومده بود بر اساس خبرهای مختلفی که تو سوشال ها، توی وبسایت ها، تو مدیوم، اینجا جاهای مختلف منتشر شده بود در اومده بود و فیچرها و نقاط قوت و ضعف هر کدوم هم در اومده بود. و از طریق این تازه من فهمیدم که خب اوکی، بترمود توی این 3 تا پارامتر میتونه مارکت رو خیلی خوب بره و هدف قرار بده. پس در نتیجه خوبه که ما مثلا الان که میخوایم فلان لندینگ مارکتینگ رو دیزاین بکنیم، بریم سراغ این فیچرها و اینها رو روش مانور بدیم. در نتیجه ما اگر قراره که هوم پیجی ریدیزاین بکنیم این کار بکنیم، اگه قراره توی پروداکتمون یه فیچری رو بج مثلا چه میدونم فیوریت بزنیم روش، این فیچرها اونان که باید این اتفاق برشو بیفته. این در واقع مثلا حالا یه مثالی از تحلیل رقبا که من توی این پروسه اینترویو داشتم و توی پروژه ها هم خب کم و بیش باز همین شکله، فقط خیلی احتمالاً اسکیل کوچیک و محدود به فیچرهای خاص و فلوهای خاص میشه دیگه، که بریم ببینیم و دقیقاً رقبامون اون فیچر یا اون ویژگی رو اگر دارن چجوری پیاده کردن و مشکلاتش چیه و مزایاش چیه. درست میگی، چقدر جالب. منم فکر میکنم کمابیش استفادهم همین باشه، راستش خیلی نکته اضافه تری نداره. قبلا خب یا باید نصب میکردی خیلی اپلیکیشن ها رو، مثلا میرفتی خودت دونه دونه چک میکردی که خیلی فرآیند سخت و زمانبریه،
مخصوصا اینکه خب خیلی پلتفرم‌ها هم نمیشه که تو نصب کنی و استفاده کنی، یعنی شماره نمیدونم اون کشور رو میخواد یا یه سری نکته‌های این شکلی. البته که اون سایت معروف موبین که هممون استفاده میکنیم خب خیلی اومدیم مشکل رو حل کرد. من هنوزم که هنوزه خیلی وقت ازش استفاده میکنم، مخصوصا اینکه خب میشه توش سرچ کرد یه مثلا فیچر خاصی رو پیدا کرد، اینش رو خیلی دوست دارم. ولی منم همین کار میکنم. منم دیگه جدیداً برای تحلیل رقبا یا حالا مخصوصا دیدن نمونه های جهانی بیشتر از جی پی تی، و حالا من اون اول که اومده بود به نظرم خیلی واقعا بهتر عمل میکرد. حس میکنم که یه ذره اخیراً نمیدونم چه اتفاقایی توش داره میفته که مثل قبل نیست. من خروجی های قبلی رو ازش نمیگیرم، ولی بازم این نکتهش که گام به گام انگار اون کارهای ایجنتیکی که انجام میده رو قشنگ شرح میده برات، پروسه رو برات تعریف میکنه، یه دور با خودت کانفرم میکنه، خروجی رو میذاره که خودت ببینی گام به گام، و منم اینو خیلی دوست دارم. منم اخیراً توی دیوار یه سایتی رو میخواستم بنچمارک بکنم که بزرگترین کلاسیفاید ادز روسیه است، اسمش آویتوه، مثل دیواره ولی تو روسیه. بعد یه مسئله‌ای که داشتم این بود که یعنی بجز این کاربردی که خودت گفتی که مثلا بری فیچرها و رقبای مختلف رو ببینی، من یه مسئله‌ای که داشتم این بود که این نه توی موبین بود نه من میتونستم برم توش اپش رو مثلا اون پروسه‌ای که میخواستم رو چک کنم، به خاطر اینکه یه سیستم احراز هویتی داشت که حتی با اجاره کردن یه شماره از روسیه هم نتونستم برم توش. یه سیستم احراز هویتی داره مثلا سامانه شاهکار و اینا که توی ایران داریم، بعد با کد ملی روسی و نمیدونم اینا باید بری داخلش. خیلی عجیب غریب بود و همه چیش هم روسیه، یعنی اصلا انگلیسی اینا نیست چون برای خودشونه. خیلی شبیه به اپلیکیشنایی که توی ایران داریم. خلاصه واقعا من فکر میکنم که اگه میخواستم خودم تنهایی اون کار رو انجام بدم اصلا شاید نشدنی بود، ولی من با کمک جی پی تی کاری که کردم همین بود که توی یه سری آرتیکل هایی که پیدا کرده بود برام متوجه شد که مثلا اینا یه پلتفرمی دارن که برای تیم ساپورتشونه که همه تصاویر داخلی اپشون و اینکه چطوری کار میکنه و اینا رو توی اون مفصل گذاشتن که به کاربرا توضیح بدن، برای اینکه خب دیگه با پشتیبانی تماس نگیرن، همونجا سرچ کنن. و خب این کیورد روس به من میداد، من اونجا میرفتم سرچ میکردم، بعد میرفتم میخوندم و میدیدم که چه اتفاقی داره میفته. اون خیلی کمک کننده بود، واقعا خیلی از من تایم سیو کرد. یکم از نکته هایی که گفتیم و این کم کم بردمون توی پروسه بعدی. اتفاقا من فکر میکنم این خیلی هم نزدیکه به گام بعدیمون، یعنی اصولا حالا ما ریسرچ و تحلیل رقبا و اینا رو انجام میدیم و بعدم میریم سراغ این که دیگه مسئله شفاف شده، میدونیم بقیه دارن چی کار میکنن، بنچمارکاش چیه، و خب این که تعریف کنیم مسئله رو، فریمش کنیم و ببینیم که ایده بدیم که چه راه حل‌های مختلفی میتونیم براش داشته باشیم و حالا ما چی کار بکنیم دیگه. میریم سراغ ایده پردازی و پیدا کردن راه حل. حالا یه بخشیشو خودت توی تحلیل رقبا هم توضیح دادی و به طور خاص توی گام ایده پردازی تو چه چیزایی استفاده میکنی؟ ببین یه بخشی از ایده پردازیه در واقع نتیجه‌ایه که ما از تحلیل رقبا بهش رسیدیم. یعنی همین سایت موبین و اینا که میگی، در واقع ما میریم اونا رو میبینیم و به یه سری ایده احتمالاً میرسیم برای پروداکت خودمون. برای همین این پروسه خیلی تنیده درونه، ولی در عین حال یه کاری که من میکنم که حالا خیلی هم کار پیچیده نیست اینه که همون تحلیلی که بهش میرسم و میام و با AI شروع میکنم روش یه ذره مشورت کردن. آقا من اینو میخوام اینجوری پیاده کنم. البته با نسخه های قدیمی تر جی پی تی خیلی این بهتر جواب میده. نسخه جدیدش خیلی چاپلوس شده. جی پی تی 5 رو میگی یعنی 5؟ نه 5 باز بد نیست، یکم به تعادل رسیده. 4 خیلی بد بود. آره 4 خیلی چاپلوس بود و اینجوری بود که تو هر چیزی بهش میگفتی میگه آفرین بهترین ایده رو داری میگی. بابا به خدا بهترین نیست. ولی آره برای همین من می اومدم و سعی میکردم یه ذره با نسخه قدیمی تر استفاده بکنم و یه تحلیلی برسم سر اینکه این ایده چه مزایایی نسبت به ایده های دیگه ای که پلتفرم های دیگه پیاده کردن داره و نهایتا اون ایده رو یه ذره بیشتر بسنجم. بذار یه اشاره هم به این تولز جدیدی که سهیل پابلیش کرده بکنم. راوند تیبل
نمیدونم دیدیش یا نه. ببین خیلی تولز با مزه‌ایه. حالا یه سری نمونه‌های مشابه هم تو مارکت هست. براونتیبل اینجوریه که تو میتونی AI های مختلف رو فعال بکنی روش توی یه دونه چت و نهایتا یه پرسشی که مطرح میکنی یا یه پرامپتی که میدی اون میاد و یه میزه گردی، اسمش روشه دیگه، راوند تیبله، یه میزه گردی تشکیل میده و اون AI ها رو نشونده تو نقش هایی که خودت بهشون دادی دور این میزه و اونها میان و نظرشون رو میگن و رو نظر هم نظر میدن عملا. این باعث میشه که یه اجماع بهتری اتفاق بیفته و اون آنالیزه یه ذره آنالیزی باشه که بیشتر روش رفت و برگشت شده. حالا خیلی باز باید حواست باشه به این موضوع که توی این رفت و برگشت ها سمت و سوئه از اون جهتی که تو دوست داشتی و داشتی روش کار میکردی خارج نشه و بتونی کنترلش کنی. یعنی اون کنترلگریه خیلی باز مهمه و عملا نقش نظارتی تو کنار AI خیلی مهمه، ولی میتونه خیلی کمک کننده باشه. در همین حد ایده پردازی دیگه، تهش باید بشیم دور هم ببینیم چه ایده ای داریم. آره متوجه هستم. به نظرم منم انگار یه ابزاریه که اونم بهت میتونه ایده بده یا کمک کنه به قول خودت به اجماع برسی. راوند تیبل رو من یه چیزی چون که دوست داشتم اینه که ببین من خودم وقتی که میخوام یه کاری انجام بدم، مثلا توی همین گام ایده پردازی، مثلا میخوام راجع به یه موضوعی مشورت کنم، مثلا با جی پی تی ازش ایده بگیرم، کمک کنه بهم ایده بدم برای یه مشکلی یا یه مثلا چیزی که توی گام‌های قبلی از تحلیل رقبا یا ریسرچ یا هر دیتای دیگه‌ای الان اون مسئله رو تعریف کردم. اتفاقی که میفته اینه که من خب هممون احتمالاً این کارو میکنیم، به یه دونه LLM یا یه دونه ابزار اکتفا نمی‌کنیم. مثلا من الان دیگه قشنگ همه تبای ابزارهای مختلف رو دارم. یکیش جمنایه که خیلی استفاده میکنم راستش، یکیش جی پی تیه، مدلای آنتروپیک و نمیدونم گروک و نمیدونم منوس و خیلی چیزای دیگر رو باز میکنم، بعد یه دونه پرامپت ثابت رو به همش میدم ببینم که چه خروجی میگیرم. چیزی که راجع به راوند تیبل برای من جالب بود اینه که همش رو یه جا داری. این به نظرم اتفاقا خیلی کمک میکنه که واقعا به نظرم جای یه چنین چیزی خالی بود که یه کمی مسئله رو حل کنه، چون اوورهدش خیلی زیاده که هی بری به ابزار مختلف. آره و خب این مشارکت هم نمیتونستی داشته باشی دیگه. مثلا پیش اومده بود راستشو ببین بخوای میتونستی، باید ورداری از این پرامپتو کپی کنی بری بگی فلانی اینو گفت، تو نظرت من همین چیه؟ کارو میکردم، خواستم همینو بگم. مثلا یه پروژه‌ای دیدم خروجی که جی پی تی و منس دارن بهم میدن جالبه، یعنی حس کردم از مدل‌های دیگه بهتر دارن اون خروجی که من میخوام و میگیرم ازشون. و کاری که میکردم این بود که مثلا یه جایی که یکیشون خوب عمل نمیکرد یکی دیگه بهتر بود یا هر چیزی، میرفتم بهش میگفتم، مثلا میرفتم به منس میگفتم ببینین جی پی تی گفت فلان، همونو کپی میکردم بهش میدادم، حالا چی میگی؟ و خب خیلی کار سختی بود. بعد فکر کن بین 5 تا ابزار بخوای این کار انجام بدیم واقعا دیگه خیلی به جای اینکه ازت زمان سیو کنه بیشتر زمان میبره. به من کاری که میکردم مثلا توی چیز خیلی این کار میکردم. البته راوند تیبل هنوز اینو نمیتونه فیکس کنه ولی احتمالا در آینده اینم فیکس کنه. من پرامپت به مید جورنی که میخواستم بدم همین بود، میرفتم به جی پی تی میگفتم که ببین یه تصویری میخوام اینجوری باشه اینجوری باشه اینجوری باشه، یه پرامپت خوب به من بده برام بدم به اون که اون درست بتونه. هیچ وقتم تقریبا خوب و 100% جواب نمیداد، ولی این کانکت کردن دوتا ای آیه همیشه میتونه به یه در واقع نتیجه خیلی قطعی تر رسیدن و نزدیک شدن حداقل به اون نتیجه خیلی کمک کننده باشه. حالا چه تو بحث متنی باشه چه حالا بر بعداً تصویری و اینها باشه. ببین آخه واقعا اینه که پرامپت نوشتن، حالا من قبلا خیلی از پرامپت انجینیرینگ خوشم نمی اومد، یعنی به نظرم خیلی مسخره بود که تو باید یاد یعنی اینطوری بودم که مثلا خب اوکی تو یه خروجی میخوای بعد خیلی واضحه، اگه خیلی واضح بنویسیش اصلا چرا لازمه پرامپت انجینیرینگ و این صحبتایی که میشه بلد باشی. ولی بعدن که یکم رفتم و یه سری کورس‌ها و مطلب‌ها و اینا توی این حوزه خوندم، نه واقعا یه سری نکته‌ها هست که تو ممکنه راجع به هر ابزار هوش مصنوعی ندونی و خب یه سری یوز کیس ها، یه سری نکته ها که این ابزارها چطور کار میکنن، چطوری بهتر میتونن به خروجی بهت بدن، چه قابلیت هایی دارن و بهت یاد میده که خیلی بهتر میتونی این کار بکنی. ولی واقعا منم همین کار میکنم. مثلا حالا راجع به
دیزاین و یو آی دیزاین و پیاده سازی جلوتر صحبت میکنیم، ولی من خودم مثلا هر بار میخوام برم توی لاوبل یا یه سری ابزارهای دیگه یه چیزی رو تست کنم یا توی کرسر یه چیزی بنویسم، کد بزنم یا به یه مشکل میخوام، اصولا همش راه بازگشتم به جی پی تیه. مثلا میرم بهش میگم که ببین من یه پرامپت میخوام به فلان ابزار بدم که اینطوری باشه، خروجی این باشه، حالا چی بدم بهتره به نظر؟ آره به نظرم اتفاقا خیلی نکته درستی، یعنی این خیلی به منم خیلی کمک کرده تا الان. خب گام ایده پردازی هم که پشت سر بذاریم، احتمالا دیگه یه سری ایده داریم، از بینشون یه سری رو انتخاب میکنیم، ولی خب یه نکته‌ای که تو هم توی صحبتت خیلی بهش اشاره کردی و برای من تا اینجا جالب بوده اینه که این نظارت شدیده هنوز خیلی خیلی زیاده، یعنی اصلا توی مرحله نیستیم که بدون نظارت هیچ کدوم از اینا رو این ابزارا بتونن انجام بدن. بعدش میرسیم به همین نکته‌ای که حالا من جلوتر اسپویل کردم، گفتم این که طراحی رابط کاربری رو ما به شکل سنتی قبلا انجام میدادیم و بعدم میرفتیم سراغ پیاده سازی. البته که الان دیگه نمیشه این دوتا گام جدا دید، یعنی میشه تقریبا خیلی وقتا یه گام دیدش، به خاطر اینکه واقعا فاصله طراحی تا پیاده سازی، فاصله اینکه تو یه چیزی رو بخوای، یعنی خروجی بخوای تا اینکه بهش برسی، روز به روز میبینیم که داره کمتر میشه و خیلی موقعیت‌های شغلیمون هم خیلی داره مرج میشه. راستش بخوای یه جاهایی صحبت از وایب کدینگ کردی خودت، الان خیلی از دیزاینرها دارن کد میزنن توی ابزارهای مختلف مثل کرسر که خودت بهش اشاره کردی و یه سری از کاربرداشو گفتی. صحبت از رپید پروتوتایپینگ رو من خیلی میبینم که الان برای زودتر رسیدن به اون دمو یا اون خروجی که قراره ببینیم و بدیم دست کاربر، خیلی سریعتر اصلا دیزاینرها دارن یا پروتوتایپ میزنن یا خودشون دارن خروجی و کد میزنن و خیلی داریم به این سمت میریم. تو توی این گام چه ابزارهایی استفاده میکنی؟ چی کار میکنی؟ چه تغییرایی اتفاق افتاده توی UI دیزاین و دیولپمنت و اینا از وقتی که این مدل اومدن؟ ببین الان یه اتفاقی که افتاده اینه که دیگه الان خب ابزارهای خیلی زیادی هست، حالا چه برای پروتوتایپینگ چه برای وایب کدینگ، که حالا بخوای یه پروداکتی رو دیزاین بکنی، پروتوتایپ بکنی و یا به یه نسخه فاینالی حتی نزدیکش بکنی. عملا اتفاقی که امروز داره برای مثلا پروسه های پروداکت دیزاینی که من انجام میدم میفته اینه که حتی تو خود همون مرحله ایده پردازی هم شاید اون ایده هایی که میاد رو همون لحظه یه پرامپت میدم و تبدیل به یه نسخه اولیه‌اش میکنم که بتونیم همون لحظه توی مثلا جلسه‌ای که با استیک‌هولدر هستیم بهش نشون بدم که همچین چیزی تو ذهنت بود دیگه، همچین پروداکتی تو ذهنت دیگه، و خیلی اینو پیش ببرم. هرچند که شاید خیلی کار درستی نباشه این دیزاینر رو تو اون جلسه نشون دادم، ولی خیلی کمک میکنه به اینکه سریع بشه این پروسه. و توی خود پروسه ساخت محصول عملا خیلی وقتا اتفاقی که میفته اینه که من میام و یه پرامپت میدم، پروداکتم رو میسازه یه نسخه اولیه ازش، بعد میام شروع میکنم با پرامپت های بعدی اونو هی بهینه و بهینه تر کردن و به نسخه خیلی بهتری میرسونمش. یا برای پروداکت هایی که الان آلردی لایف هستند وقتی میخوام پرامپت بدم، مثلا یه سری ابزار دیگه هست، حالا جدای این که میتونید از طریق مثلا گیت هاب و اینها به خود کرسر مثلا وصلش بکنی، سری ابزارهای دیگه دیدم اومده مثلا مود اینسپکت و اینها که این شکلیه که میاد و در واقع پروداکت شما رو لود میکنه و بعد شما با پرامپت میتونی بگی که مثلا اگه یه جایی مثلا گالری ویو داری بگی اینو بکنش مثلا کاروسل، اینو بکنش کارت مثلا، یا شکل‌های این شکلی با پرامپت بتونی بازی بکنی و بخش‌های مختلف پروداکت تو شکل‌هاش رو عوض کنی و میاد خودش دست میبره توی کدت و لایو بهت نشون میده که اگه این شکلی بشه اینجوری میشه. و خب از اون طرفم دغدغه‌ای که من دیزاینر دارم احتمالاً اینه که دیزاینم باید با دیزاین سیستمم همخوانی داشته باشه، دیزاینم باید با بقیه جاهای پروداکتم همخوانی داشته باشه. برای همین احتمالاً همه بیزینس ها یه سری فایل های فیگما دیزاین سیستم هاشون رو دارن، یه سری اسید هایی دارن که خب یه فیچری که مثلا چند ماه پیش چیز داد، فیگما عرضه کرد، فیگما MCP بود که از طریق فیگما MCP دقیقا فایل فیگما کانکت میشه به مثلا کرسر یا مثلا حالا تولزهای مختلف دیگه وایب کدینگ.
خب این خیلی کمک میکنه، چون که شما دقیقا میتونی مثلا یه فریم توی فیگما رو لینکش رو کپی کنی، توی پرامپتت بذاری و توی پرامپتت بگی که برو و از طریق این فریمی که تو فیگما من لینکش رو بهت دادم دیزاین استایل ها رو مثلا انجام بده. خب این خیلی کمک کننده است و در واقع اون کانکت شدنی که باید اتفاق میافتاد بین وایب کدینگ و وایب دیزاینینگ اتفاق افتاده، الان داره عملا وایب دیزاین میشه و خب این خیلی میتونه اتفاقی باشه که کمک کننده است و پروسه‌ای هم که من دارم طی میکنم تقریبا یه همچین چیزیه. راستشو بخوای حالا نکتهایی که گفتی برای منم صدق میکنه، یعنی منم کاربردام همیناست. حالا من خیلی چون با ایجنتیک ای آی راحت ترم، بعضی وقتا میرم سراغ استفاده از ایجنت ها، ولی استفاده هم خیلی متفاوته برای محصولات مختلف. بخوام مثال بزنم، مثلا یه پلتفرمی هست همونطور که میدونی توی کانادا که من به صورت پارت تایم باهاشون کار میکنم. اونا یه بیزنس لاین جدیدی رو میخواستن لانچ بکنن و کاری که میخواستن بکنن این بود که میخواستن ببینن که اصلا این پروژه‌ای که داریم تست میکنیم، کاربرهایی که حالا الان از پلتفرم استفاده میکنن آیا اصلا میخوان که این سرویس رو استفاده بکنن، میان ثبت نام بکنن برای استفاده از این سرویس یا نه. و یه لندینگ پیج جدیدی میخواستیم برای همچین کاری. من کاری که کردم این بود که با انیتن یه ابزار کوچیک ساختم که توی این ابزار خیلی اتفاق عجیبی هم نمیافتاد، صرفا چند تا مدل مختلف رو به هم وصل کردم یا به استفاده از اونا تونستم که یه صفحه لندینگ بسازم. و کاری که کردم این بود که مثلا ویژوالش رو یه کوچولو حتی بکندش رو با لاوبل زدم، بعد از یه دیتابیسی استفاده کردم که حالا اون داده هایی که کاربرا داشتن به ما میدادن اطلاعاتشون رو ذخیره بکنه و این ما رو از بی‌نیاز نکرد از مثلا بک اند دیولپر و فرانت اند دیولپر، ولی کمکی که کرد این بود که خب خیلی سریع من این لندینگ دیگه بالا هم بود رسما و یه صفحه لندینگ بود جدا از پلتفرم دیگه. اینکه کد رو کثیف کنه، کد درست باشه یا نباشه، مثلا لزوما طبق اون استانداردهای خود پلتفرم اینها رو نداشتیم. در نتیجه خب خیلی راحت تونستیم سریع اون چیزی که می‌خواستیم تست کنیم و تست کنیم به جای اینکه مثلا یه زمان طولانی برای این کار بذاریم. ولی راستشو بخوای توی پلتفرم دیوار، روی خود اپ دیوار، من تا حالا هنوز استفاده خیلی عجیبی نتونستم از این ابزارا بکنم، بیشتر برای همین که مثلا ببینم که اون چیزی که دارم دیزاین میکنم چه جایگزین‌های دیگه‌ای ممکنه داشته باشه، چطوری دیگه میتونه باشه، یا ایده پردازی که اصلا دیزاینش چه شکلی باشه از ابزارهای مختلف استفاده میکنم. دلیلش هم اینه که خب ما اپمون توی دیوار بیش از 90% کاربرهامون از اپ نیتیو اندرویدمون استفاده میکنن. یه سری دغدغه‌ها هم هست در مورد اینکه کدها درست باشه، بهینه باشه، یه سری مسائل امنیتی هست که باید حتما توی همه پلتفرم‌ها رعایت بشه و خب یه دیزاین سیستم کامل داریم ما توی دیوار که من فکر میکنم که اینکه خودم برم با اون دیزاین سیستم خیلی سریع دیزاین کنم با همون روش قبلی خیلی سریع‌تر به نتیجه میرسه تا اینکه به روش دیگه‌ای بخوام این کار انجام بدم، بعد اون خروجی کدم به درد هیچکی تهش قرار نیست بخوره. یعنی نکته اینه که بعد اون کاری که داریم میکنیم کاربرد داشته باشه واقعا، یا یه زمان و هزینه‌ای از ما یا تیم برنامه نویسی کم کنه یا یه کمکی بکنه. اگه کمکی نمیکنه در نتیجه خیلی شاید مثلا منطقی نباشه که برای زمان بذاریم. ببین اتفاقی که داره میفته همینه دیگه. حالا مثال خاصی که رو دیوار میزنی شاید واقعا مثلا یه جاهایی نشه هنوز، که هرچند مثلا اونم با یه سری ترفند و اینها که حالا مثلا بیای یه ماژول امبد بذاری داخلش، از طریق اون بیای و مثلا دیزایناتو تست بکنی، پروتوتایپ بکنی و اینها، شاید بشه یه کارایی کرد. ولی باز هم خیلی جاها شاید هنوز جای کار باشه رو ای آی و نشه. ولی مثلا استفاده های دیگه ای که من دارم از این وایب کدینگ ها میکنم اینه که مثلا میام از طریق اینا یه سری پلاگین برای فیگما توسعه میدم و رو فیگما پابلیش میکنم. خب بدون اینکه اصلا مثلا گیری به تیم فنی نیاز باشه یا دانش برنامه‌نویسی عجیب غریبی داشته باشم، میتونم بیام اون ابزار کوچولویی که نیاز دارم رو سریع پابلیش بکنم و پیش ببرم کارم. و نکته‌ای که این وسط ولی هست اینه که تا جایی میشه این استفاده هر رو انجام داد که آسیبی به سیستم و پروداکت نزنه. چرا که خیلی وقتا این وایب کدینگ ها کاری که دارن میکنن اینه که میرن از در واقع کد هایی که توی دیتابیس های مختلف، حالا مثلا گیت هاب یکیشه،
جاهای دیگه هست استفاده میکنند. ولی یه نکته‌ای که هست اینه که باید حواسمون باشه که خیلی از جاها ممکنه این وایب کدینگ ها کدهایی رو استفاده بکنن که حالا از دیتابیس های مختلفی که دارند استفاده کردن و کد رو رفتن آوردن و توی اون پروداکتی که تو داری توسعه میدی استفادهش کرده، که ممکنه اون کد لزوما کد سیفی نباشه برای پروداکت تو. ممکنه که یه جایی یه مشکل امنیتی به وجود بیاره، ممکنه یه جایی یه تداخلی با یک ماژول دیگه ای تو پروداکتت داشته باشی ایجاد بکنه. برای همین این نظارته وقتی که اون در واقع پروداکت قراره واقعا لانچ بشه خیلی مهمه و نیاز به تیم برنامه‌نویسی همچنان وجود داره و قرار نیست بی نیاز بشیم و اونها باید اون نظارت، اون بهینه سازی، اون پیاده سازی نهایی رو انجام بدن. حالا در حد پروتوتایپ یا در حد پروداکت های خیلی کوچیک که اصلا بحث امنیتیشون مهم نیست میشه انجام داد و چیزی که الان ما هم داریم انجام میدیم. آره درست میگی، واقعا این مسئله امنیتی به نظرم مسئله بزرگیه. به هر حال همه پلتفرم‌ها، مثلا پلتفرم‌هایی که توی اسکیل بزرگی هستن، کاربر زیادی دارن، هم دغدغه تمیز بودن، پرفورمنس، تمیز بودن کد، پرفورمنس و خیلی مسائل دیگر رو دارن دیگه. یعنی به هر حال همونطور که گفتم باید یه کمکی بکنه. اگه کمکی نمیکنه خب خیلی دلیل نداره که بخوایم از این پروسه ها استفاده بکنیم. خب یکی از استفاده های دیگه ای که این ابزارا برامون فراهم کردن واقعا امکانش رو راحت تر کردن تولید محتواست. اتفاقا حالا صحبت از پلاگین های فیگما کردیم. من چند وقت پیش اون پلاگینی که برای یو ایکس رایتینگ نوشته بودی اگه اشتباه نکنم توی فیگما رو دیدم و خیلی جالب بود. فکر کنم یکی از بزرگترین کمک هایی که میتونیم از این ابزارا بگیریم برای تولید محتوای حالا هم متنی هم ویژوال و بصری و ایناست. تو میدونم که استفاده زیادی میکنی از این ابزارا برای این کار، حالا یکم بیشتر در موردش توضیح میدی؟ ببین کلا که چت جی پی تی و وقتایی که حالا نیاز به دیزاین تصویری و ایلاستریشن میجورنی کلا باز رو سیستم من، ولی مدل استفاده این شکلی شده که حالا اون بخشی که وایب کدینگ میشه و تو پروداکت دارم پرامپت میدم و پروداکت رو میسازم که خب خود کرسر تا حد خیلی خوبی یو ایکس رایتینگ میکنه، فقط من باید کنترلش بکنم، لحن و اینها رو براش تعیین بکنم توی پرامپتم و اونا رو بهینه میکنه. ولی یه بخشی از دیزاین ها که همونجور که گفتی نمیشه هنوز رفت سراغ اون جنس از پروتوتایپینگ و مجبوریم توی فیگما هنوز مثلا یه دیزاینی انجام بدیم یا همچین داکیومنتی داشته باشیم توی فیگما. اونها رو من مثلا این پلاگینی که داری اشاره میکنی رو اومدم درست کردم که حالا یه سری پرامپت داره اون پشتش و نهایتا وصل میشه به موتور جی پی تی و بر اساس اون با یک بار سلکت کردن همه تکست باکس ها و اون در واقع مشخص کردن موضوعیت اون کانسپت اون پروداکت میاد و نگارش اون یو ایکس رایتینگ رو بهینه میکنه و تا یه حدی که حداقل بدون نیاز به حالا پوزیشن یو ایکس رایتر بشه پروداکت رو تا یه جای پیش برد و یه پروتوتایپی ازش داشت پیش میبره. و برای تصویر هم من خب خیلی بیشتر از میجورنی استفاده میکنم و این شکلی هم استفاده میکنم که عملا اون جنس از تصویرسازی و یا تصاویر عکس که من نیاز دارم کانسپت قضیه مشخصه، استایلش مشخصه، جنس نورش مشخصه، ترکیب رنگاش مشخصه، سبک ایلاستریشنش مشخصه. من میام هر کدوم از اینها رو به یه سری مودبورد و کالکشن تبدیل میکنم. یه فیچری که میجورنی داره اینه که تو میتونی بیای مودبورد ایجاد بکنی از سبک‌های مشخصی از تصویرسازی یا سبک‌های مشخصی از عکس‌هایی که میخوای و نهایتا توی پرامپتی که داری بهش میدی برای اون موضوع جدیدی که میخوای عکس تولید کنه یه منشن میکنی اون آدرس و اون در واقع تکه کدی که مربوط به اون مودبورد هست رو و این میاد اون تصویری که برای تو میخواد جنریت بکنه رو بر اساس اون مودبوردی که بهش دادی جنریت میکنه. این باعث میشه خب خیلی هماهنگ و همشکل و همسو باشه تصویرسازی، خصوصا مثلا تو بلاگ های مثلا کمپانی ها ما میبینیم که تصویرسازی ها خیلی جنسشون مشترکه. توی تصاویر سوشال مدیای کمپانی ها میبینیم که خیلی تصاویر جنسش مشترکه. اینها با این جنس از مثلا ابزارهای مثل میجورنی میتونه خیلی راحت و سریع جنریت بشه و خب حالا منم کم و بیش ازش دارم استفاده میکنم.
درست میگی. خیلی هم آخه تو حوزه گرافیک دیزاین، البته که من گرافیک دیزاینر نبودم هیچ وقت و نیستم، خودت بهتر میدونی، ولی حس میکنم که خیلی مطابق با ترندهای روز پیش میره. در نتیجه خیلی اون میزان شباهتشون به هم زیاده و کلا هم اون قاعده‌ای که داریم که یکی از قانونهای نیلسن هست که کاربری که از پلتفرم شما استفاده میکنن قطعا از پلتفرم‌های دیگه هم دارن استفاده میکنن. همین باعث میشه که خیلی منطقی هم نباشه پلتفرم‌ها، حالا چه از نظر بصری چه از نظر مثلا حالا کلا محتوای ویژوال و خیلی موارد دیگه خیلی هم متفاوت باشن. یعنی منطقیه که خیلی شباهتشون بیشتر باشه. آره اتفاقا منم راستشو بخوای اینجا خیلی کمک میگیرم از این ابزارها. البته که خب ما گرافیک دیزاینر داریم در دیوار و منم اوایل راستشو بخوای از میدجرنی بیشتر استفاده میکردم. الان اگه بخوام صادقانه بگم خیلی استفاده نمیکنم راستش. دلیلش هم اینه که خب یکی از ابزارهایی که باز توی خود دیوار داریم برای خودمون یه ایمیج اسیستنتیه، یه دستیار تصویریه که اون البته بازم رو بیس همین مدل های تصویری بزرگ دنیا داره این کارو میکنه، ولی خب اون خیلی بهتر این کارو انجام میده. در نتیجه من از همون استفاده میکنم بیشتر. و تنها نکته‌ای هم که حالا من دوست داشتم که اشاره بهش بکنم، خودت توی صحبتت گفتی، همینه که خیلی مفصل انگار با جزئیات کامل باید اون خروجی که میخوای و بگی. یعنی من خودم اینو کم کم از استفاده با این ابزار یاد گرفتم، مثل جی پی تی و LLM های دیگه اینجا خیلی با جزئیات بیشتری باید بگی که خروجی دقیقاً چی میخوای. من اینجا هم خیلی وقتا از جی پی تی کمک میگیرم، مثلا یه سامپل بهش میدم، میگم یه همچین چیزی میخوام، حالا مثلا چه جوری برم به این ایجنت بگم. یا قبلا که از میدجرنی استفاده میکردم باز سعی میکردم برای نوشتن پرامپتش کمک بگیرم از جی پی تی. ولی استفاده های منم همینه. ببین توی بحث تصویر این شکلی میمونه که تو یه عکاس یا مثلا تصویربردار یا کارگردان یه فیلمی و نشستی اونجا باید زاویه دوربین رو بگی. حتی تو بعضی از پرامپت ها من تست کردم مدل دوربین رو بهش میگم این مثلا با سونی آلفا 7 مثلا تصویر گرفته شده یا با مثلا یه دوربین آنالوگ فلان مدل مثلا گرفته شده و این تأثیر میذاره روی تصویر، چون که میره توی دیتابیسی که داره تصویرهای گرفته شده با اون دوربین رو آنالیز میکنه و مرمی داره میاره و بر اساسش تصویر جنریت میکنه برای تو. زاویه نور رو بگی، نوع رنگ نور رو بگی، در واقع همه مشخصات، مثلا حتی ایزوی تصویر رو بیای بگی، همه اینها میتونه رو پرامپت تصویری تأثیر گذار باشه و خب میتونه خیلی باعث بشه که تو به اون نتیجه‌ای که توی ذهنت نزدیکتر بشی با یه پرامپت بهینه شده. دقیقاً همینطوره. البته الان که داریم صحبت میکنیم گوگل هم یه مدل جدید تصویری به اسم فلش ایمیج رو ریلیز کرد. من خودم هنوز خیلی مفصل نشستم باش کار بکنم و صرفاً مثالهاشو، کاربردها و یوز کیساشو دیدم بیشتر، ولی اونم شاید خیلی مورد جالبی باشه برای یه سری محتوای ویژوال. مخصوصا اون یوز کیسای خیلی باحالی داره. اون یوز کیسی که برمی‌داره یه آبجکت رو به یه محیط دیگه میگی که اینو اینجا اضافه کن، خیلی یوز کیس بامزه و جالبیه. تا یه حدیش رو فتوشاپ ادوبی سعی کرده بود که انجام بده و انجام هم داده بود. جنراتیو ای آی که روی خود فتوشاپ داره بامزه بود، یه کارهایی در این حالت میکرد ولی خیلی باگ داشت. اون آخرین باری که من مثلا ازش استفاده کردم انقدرم تمیز نبود فکر کنم هیچ وقت، خیلی سوتی خیلی میداد. من آخرین بار چند ماه پیش که استفاده کردم همچنان همون جور بود. حالا نمیدونم رو نسخه‌های جدید ترش چه اتفاقی افتاده، ولی گوگل حداقل توی این چیزی که داشت نشون میداد از خروجی ها خیلی جذاب بود. حالا باید تستش کرد ببینیم چی میشه. آره واقعا همینطوره. منم این یوز کیسش رو خیلی دوست داشتم و به نظر میرسید توی ادیت عکس هم خیلی تر و تمیز و خوب داره این کار رو انجام میده. حالا ببینیم که چه اتفاقی میفته. یه چیزی که خیلی تا الان راجبش صحبت کردیم ایجنتیک ای آیه. به هر حال یه سری ابزارها هستند که به جای اینکه تو مستقیم بری از یه LLM کمک بگیری میتونی یه ایجنت بسازی، یا مثلا یه سری ابزار هستن که خودشون ایجنت مخصوص یه کاری، یعنی اینجوری که با یه سری دستورات مشخص از طرف کاربر که سیستم پرامپت بهش میگن اون کار رو انجام میده.
و من خیلی وقتا از این خیلی خروجی بهتری گرفتم به جای اینکه مثلا برم به جی پی تی بگم یه خروجی بهم بده. حالا توی صحبتمون هم خیلی راجبش اشاره کردیم و یه سری مثالاشو گفتیم. من مثال همون لندینگی رو توضیح دادم که برای گرفتن اطلاعات کاربرا برای اون بیزنس لاین جدیدمون و معرفی یه سری فیچرهای جدیدمون ازش استفاده کردم. برام جالبه بدونم که تو کاربردایی که ایجنتیک ای آی برات داره یا حالا کلا نکاتی که داره چی هست. توی صحبتت هم به چند مورد اشاره کردی که البته ایجنت ساختی و با اون داری این کار رو انجام میدی، ولی حالا گفتم شاید بد نباشه که مفصل تر راجبش صحبت بکنیم. ببین این ایجنت ها نه ایجنتی که ای آی، ایجنت ها چیزای جدیدی نیستند. از چندین سال پیش زپیر بود و امثال همش مثلا ایف تریپل تی بود. همه اینها یک شمایلی از ایجنت ها دارند که یک سری نود دارن، مشخصشون اینه، یه سری نود دارن، این نودا رو به هم وصل میکنی، یه اتفاقی رو در اثر یک سایکل زمانی یا بر اثر یه تریگر خاصی انجام میدن. حالا اتفاقی که اومده جذابیت این بازی رو یهو چندین برابر. ما این ببخشید یه مثالم میشه بزنی ازش، حالا برای کسایی که کمتر با این ابزارا کار کردن یا نمیدونن راجبش بیشتر باهاش آشنا بشن؟ ببین مثلا من نیاز دارم یه پروسه ای رو مثلا هر روز، من الان اتفاق واقعی رو مثال بزنم. اتفاقی که داره میفته اینه که خب من قدیم باید میرفتم سایت های مشخصی رو چک میکردم هر روز تا به این نتیجه برسم که خب خبر جدید تکنولوژی آمده است یا نیامده، یا مثلا گوگل پروداکت جدیدی داده یا نداده. الان منتها اتفاقی که داره میفته اینه که من یه دونه ایجنت تنظیم کردم، هر روز خودش میره یه سری سایت ها رو بررسی میکنه، هر خبر جدیدی باشه توی تلگرام بر من میفرسته یا توی یه گوگل شیتی بر من اونجا سورت میکنه و مینویسدش بر اساس تاریخ، بر اساس تاپیک، همه اینا میاد و این ایجنت برای من این خبرها رو لیست میکنه و من میتونم مطمئن باشم که همه خبرها رو در جریانش هستم، همه تولزایی که میخوام بدونم رو میدونم، که حالا باز مثال بیشترش رو میزنم جلوتر. ببین اتفاقی که افتاد این بود که حالا اتفاقی که الان رخ داد این بود که AI اومد و با اون زپیری که قبلا بود ترکیب شد و یه نود AI به اونها اضافه شد. خب این اون اتفاقیه که باعث شد الان ما بگیم ایجنت ها چقدر چیزهای خوبی هستن و چقدر کاربردی ترن. چرا؟ چون که یه عالمه پروسه ما داشتیم که این وسط میشد یه چیزی شد، مثلا فرایند منتشر کردن پست توی سوشال مدیا. هوتسویت بود دیگه، میومد پستا رو تنظیم میکردی و میبرد خودش توی چیز منتشر میکرد، توی اینستاگرامت مثلا منتشر میکرد. خب چه اتفاقی افتاد؟ الان من پستر رو باید خودم مینوشتم، خودم تصویرش رو مشخص میکردم، نهایتا اون ور داشت میبرد سر اون تاریخی که من بهش دادم منتشر میکرد. امروز من چی کار میکنم؟ امروز من میرم یه شیتی تنظیم کردم، از اون ور توی ایجنت من خودم تنظیم کردم. هرگاه که به این شیت من یه روی جدید اضافه شد، یه ستون جدید، یه سطر جدید اضافه شد، تو بیا برای اون سطر یه دونه پست اینستاگرام دیزاین کن و یه متن خوبی هم بر اساس این پرامپت براش بنویس و خودت برو ببین بهترین زمان فعالیت کاربرهای سوشال مدیای من چه زمانیه و خودت اونو منتشر کن. یعنی من نمیدونم کی قرار منتشر بشه، نمیدونم تصویرش چیه، نمیدونم متنش چیه، فقط کلیت قضیه رو نظارت کردم. هرچند که اگر بخوام بدونم همه اونها رو میتونم تو هر استپی یه دونه استوب بذارم و اونجا برم چک کنم که خب چی ساختی؟ اوکی این تاییده، برو اینو منتشر کن. میتونم وصلش بکنم که آقا تو هر استپ اون چیزی که دیزاین کردی، تصویری که دیزاین کردی یا متنی که نوشتی و رو تلگرام من برام بفرست، من اگه اپروف بهت دادم اونو بردار ببر منتشر بکن. الان اتفاقی که افتاده این AI که اضافه شده به ایجنت ها باعث شده که این بلاک قضیه که همواره نیاز بود ما دستی هی بریم محتوا رو بنویسیم، دستی بریم پست بلاگمون رو بنویسیم، دیگه خودش با AI بتونه هندلش بکنه و یه فعال سازی عجیب غریبی توی تیم‌های مارکتینگ خصوصا اتفاق افتاده
که میتونن از این تولزها استفاده کنن، بلاگشون رو پر بکنن، سوشالشون رو پر بکنن و خب این خیلی تاثیرگذار بوده. یا مثلا باز مثال بزنم، تو پروسه کاریابی و اپلای کردن برای شغل‌های مختلف من خیلی باز از ایجنت ها استفاده کردم و میکنم. هم خودم هم حالا پارتنرم جفتمون خیلی استفاده میکنیم از این ای آی ها و ایجنت هایی که بر اساس ای آی هاست. چجوری؟ قضیهش اینه که من میام سیویم رو به ازای هر پوزیشنی بهینه میکنم. خب این بهینه کردنه من 2 تا رو میرسم، 3 تا رو میرسم، 10 تا رو میرسم، مگه برای چند تا پوزیشن من میتونم سیوی رو بهینه بکنم؟ خب در صورت که من اگر یه ای آی داشته باشم که اون ای آی منو میشناسه، سوابق منو دقیقاً میدونه، یه دور من کامل اینو مفصل براش نوشته باشم و حالا بیام بگم که برای این جاب دیسکریپشن بیا سی وی من رو اون بولت پوینت هایی رو بذار که به این جاب پوزیشن ربط داره. من گرافیک دیزاینر بودم، پروداکت دیزاینر هم بودم، جفت نقشه رو توی سازمان‌های مختلف و پروژه‌های مختلف داشتم، هرچند که 2 تا حوزه‌ایه که شاید یه زمانی خیلی فاصله گرفت، الان یه ذره دوباره داره نزدیک میشه به حرفی که زد. خب چه اتفاقی میفته توی اون سازمانی که من میخوام اپلای کنم که گفته دیزاینر میخواد، گرافیک دیزاینر میخواد، باید اون بولت پوینت ها نوشته بشه، توی اون یکی باید اونها نوشته بشه. خب حالا من دستی شاید بتونم 10 تا رو ادیت کنم ولی همشو که نمیتونم. و ای آی میاد و بر اساس هر جاب پوزیشن این بهینه کردنه رو تو این پروسه انجام میده و اون سی وی بهینه هر کدوم از این پوزیشن ها رو تولید میکنه. ایجنت ای آیی که مثلا با N8N میشه ساختش یا با Relay.app میشه ساختش و خیلی هم راحته، با 3 تا 4 تا مثلا نوت که به هم وصل کنی حتی با پلن‌های رایگانشون هم احتمالا میشه ساختش همچی چیزی. حالا اوکی، من این ور قضیه که سی وی مود درست کنم و درست کردم و خب اوکیه دیگه، کار داره میکنه، ولی الان مسئله‌م اینه که من لینکدین رو چک کنم، ایندید رو چک کنم یا سایت های حالا کاریابی های داخلی مثلا اونها رو چک کنم و هر روز هم که من هر لحظه نشستم پشت سیستم که ببینم کدومشون چی اومده اضافه شده، که باز میتونم یه ایجنت دیگه ای تنظیم بکنم که هر جاب پوزیشن جدیدی که با فلان فیلتر خاص به هر کدوم از اون سایت ها اضافه شد خودش بیاد و جاب دیسکریپشن، لینک اون پوزیشن، عنوان اون پوزیشن، اونو سورت کنه برای من توی جدولی، توی نوشن فایلی چیزی بنویسه و نهایتا خودش اینو بده به اون یکی ایجنتی که من تنظیم کرده بودم برای تولید سی ویش هم جنریت کنه. فقط دکمه اپلایر من برم ببینم با اون شرکت حال میکنم بزنم یا نزنم. خب این پروسه یه پروسه خیلی طولانیه که همه بچه ها دارن تو همه پوزیشن ها طی میکنن. خب حالا پوزیشن ما یه سختی دوچندانی که داره پورتفولیو دیگه، اونو ما هیچ کاریش نمیشه که خب من تهش اینه که وایب کد کنم یه سایت خوشگل براش بسازم دیگه. ولی وقتی من این تایم به این همه زمان رو خالی کردم از خودم و دیگه خودم انجامش نمیدم، الان زمانی دارم که دیگه پشت گوش نندازم پورتفولیو رو دیزاین کنم. مسئله اینه که ایجنت دقیقاً داره یه همچین چالش هایی رو حل میکنه که حالا مثالش رو زدم دیگه. باز مثلا برای همین کاریابیه من یه تولز کمتر معروف رو بخوام بگم، یه تولزی هست به اسم ایماجیکا. اون هم یه نوع از ایجنت، با این تفاوت که هر اتصال بین 2 تا نود میتونه یه دونه ای آی روی خودش بپذیره. یعنی میتونی بگی که من نود اول رو به نود دوم که دارم وصل میکنم این پرامپت رو هم روش اجرا کن. مثلا نود اول من این بوده که سایت های کاریابی رو پیدا کن، در اتصالش به نود دوم من که گوگل شیته می نویسم که برو همه کارها رو، همه جاب پوزیشن هایی که بوده رو، تایتل هاش رو فقط تو این شیت بنویس. و این خیلی ویژگی کوچولوی بامزه‌ای داره و کاربریش هم بسیار راحته و خروجی نهایی ایماجیکا وب اپلیکیشنه. یعنی شما این
نوده ها رو میچینی کنار هم و با یک کلیک تبدیل به یه وب اپلیکیشن میشه که مثلا دیگه از اون به بعد هر چیزی رو سرچ کنی میره براش جاب ها رو پیدا میکنه، هر پوزیشنی رو سرچ کنی میره جاب ها رو به اون مدل نودی که گفتی سورت میکنه. خب این خیلی باعث میشه که زمان بهینه بشه و تو خیلی بهینه تر بتونی باش کار بکنی. چه مثالای جالبی زدی. حالا چون ما خب با هم در ارتباط هستیم و خیلی کارهایی که میکنیم خیلی مشترکه دیگه، اصلا حالا هر هفته صحبت میکنیم راجع به کارهایی که انجام میدیم تقریبا، حالا کما بیش. منم فکر میکنم که مثالم خیلی مشابهه، به همین خاطر به مثالایی که به کارهایی که خودت داری انجام میدی، یا شاید هم نمیدونم چون پوزیشن‌های شغلیمون یکسانه خیلی شبیه باشه کارامون. حالا توی صحبتت به ابزارهای مختلفی اشاره کردی، زپیر رو اشاره کردی، انیتن یا همون نیتن که تا الان چند بار راجع بهش صحبت کردیم، ریلی یا ریلای، نمیدونم چی اسمش دقیق درست. یه ابزار دیگه هم لندی یا لندی بود که قبلا به من معرفی کرده بودی و خب ایمجیکا. فکر کنم جالب باشه برای کسایی که دارن این اپیزودو گوش میدن که حالا یه سری بزنم به این ابزارا. من خودم بین این ابزارهایی که گفتی ریلی خیلی برام جالبه و انیتن هم همینطور. البته انیتن که خودت هم بهتر میدونی خیلی کانفیگ کردنش سخته، یه جاهایی واقعا کار کردن باش سخته حقیقتا، ولی خب رایگانه و LLM های رایگانی هم توش داره که میتونی از اونها استفاده بکنی. مثلا اولاما میتونی استفاده بکنی که من خیلی وقتا برای کارهایی که میکنم برای اینکه هزینه نداشته باشه رو اون ست میکنم. ولی ریلی رو هم خودت اخیراً به معرفی کردی و من تست کردم، خیلی ساده است، یعنی انگار هیچ کدوم از دردسرای انیتن رو نداره و روی پلن فریش تا اونجایی که بهت اجازه میده میتونی خیلی کارا انجام بدی. من فکر میکنم که مثالایی که زدی برای منم خیلی صدق میکنه. منم بیشتر برای سینک بودن با اخبار و اتفاقایی که توی حوزه کاریمون داره میفته کمک میگیرم از این ابزارا و اینکه در جریانش باشم، پیگیرش باشم، خودم به روز نگه دارم. و منم دقیقاً یکی از کارهایی که میکنم، حالا اخیراً شروع کردم توی مدیومم دارم بیشتر مینویسم. یه بازه طولانی یه گپی افتاده بود، قبلا خیلی مینوشتم بعد دیگه ادامهش ندادم، الان دوباره شروعش کردم و خب برای اونم خیلی بهم کمک میکنه، هم برای ایده گرفتن راجع به موضوعات جدید، هم خود نوشتن محتوا و اینکه یه درفتی با یه خلاصه‌ای بسازه برای من توی یه فایل داکس و شیت و اینا. و این خیلی سناریویی بوده که برای خودم خیلی کاربردی بوده و خیلی ازم داره زمان سیو میکنه. برای انیتن یه چیزی من اضافه کنم. امروز صبح داشتم میدیدم یه پلاگینی اومده، یه اکستنشنی فکر کنم اومده بود برای کروم که اومده بود یه AI اسیستنت درست کرده بود مازاد بر AI اسیستنتی که خود انیتن داره و اون این شکلی بود که پرامپت بهش میدادی، خودش میومد اون ورک فلوی که تو داشتی رو نوت‌هاشو میچید توی انیتن و عملا اون AI اسیست خیلی بامزه شده بود. یعنی اونی که کم بود همین بود دیگه واقعا. آره دیگه باگی که خب این مدل از AI و چیز داشت، زپیر داشت، منتها زپیر خب تولز گرونیه واقعا. آره همیشه راجبش صحبت کردیم ولی من همیشه مقاومت دارم. برای سازمان ها شاید بصرفه ولی برای شخص نمیصرفه، ولی با همچین فیچری و ران کردن انیتن به صورت لوکال خب حل میشه قضیه و خیلی میتونه تولز بامزه‌ای بشه. خیلی جالب شد. من همه این تولزا رو فکر کنم خوب باشه توی دیسکریپشن این اپیزود لینکش رو بذارم، این ابزاری که میگی رو هم پس اضافه بکنم، بگیرم ازت و اضافه بکنم. ما قبل از اینکه بریم سراغ یه سری از سوالا که حالا مخاطبامون از ما پرسیدن و دوست داشتم که از تو هم بپرسم، خواستم ببینم که توی بهتر مود چی کارا دارین میکنین، یعنی یکم راجع به مثالای واقعی این پروژه هایی که الان داری توی بهتر مود بپرسم. الان شخصی خیلی صحبت کردیم، حین صحبتمون هم یکم صحبت کردیم راجع به دیوار و بهتر مود و اینا، ولی شاید بد نباشه یکم دقیق ترم در موردش صحبت بکنیم. ببین من به دو بخش تقسیم میکنم این موضوع رو، یه بخشی که خب خودم انجام میدم، یه بخشی که حالا کلا توی سازمان ما داره اتفاق میفته. کلا سازمان ما خیلی حالا یعنی همون بهتر مود، لفظ سازمانم خیلی لفظ یه جوری آره بهتر مود خیلی ما AI کلا زیاد استفاده میکنیم و کلا پروتوتایپ کردن خود پروداکت و نسخه های مختلف پروداکت عملا داره روی AI اتفاق میفته، با وایب کدینگ اتفاق میفته
و کاری که مثلا بچه‌ها دارن میکنن دقیقا همینه. یعنی اصلا میشینن یه نسخه، ما مثلا یک سری نسخه هایی از سایت داریم که اصلا فقط روی سری لینک های ساب دامین های مجزایی هست و اون ساب دامین ها اصلا هیچ وقت پابلیش هم حتی نشدن و اصلا پروداکت یه جهت های دیگه گرفته. چون ما از خیلی قدیم هم مثلا اون اوایل که این وایب کدینگ اومد شروع کرده بودیم ازشون استفاده کردن. و مثلا کار دیگه ای که من شخصی خودم انجام میدم، خیلی وقتا پیش میاد که کلاینت ها نیاز دارن که یک ماژول خاصی مثلا یا یک فیچر خاصی توی چیز داشته باشن، توی سایتشون داشته باشند، توی کامیونیتی که با بترموت ساختن داشته باشن. خب ما دو تا ماژول داریم، یه دونه آی فریم داریم، یه دونه هم HTML ماژول داریم که از طریق این دوتا عملا من میتونم تکه کد هایی از خودم رو توی خود کامیونیتی یوزرها، کامیونیتی کلاینت هامون لود کنم. خب حالا یه اتفاق میفته، اونم اینه که مثلا یه کلاینتی به یه فیچری نیاز داره، مثلا نیاز داره که یه نمیدونم مثلا یه نوع لیدربورد خاصی داشته باشه یا یه دیلی استریک خاصی داشته باشه، یه ماژول عجیب غریبی داشته باشه، یه کویز روزانه ای مثلا لود بکنه توی کامیونیتیش، از این جنس چیزهای کوچولو کوچولو. خب عملا من نمیتونم نیاز هر کدوم از کلاینت ها رو وارد فرایند پروداکتمون بکنم و باعث بشم که پروداکت های پیچیده و پیچیده تر بشه، ولی از طریق این ماژول ها و اتصالی که بین خود پروداکت بترمود با زپیر و make.com هست، make.com هم یکی دیگه از همین ایجنتیک ای آی هاست که میشه باشون ایجنت های مختلف، میتونم بین اتصالی که بین یه تکه کدی که خودم لود کردم داخل هر کامیونیتی خاصی و اتصالش با زپیر بیام یک فرایند خاصی رو ایجاد کنم. مثلا بیام یک فرایند ایجاد بکنم که هرگاه که توی این کامیونیتی یه پست جدید منتشر شد، یه دونه پوان مثلا به نمیدونم تیمی که اینجا توی این کامیونیتی دارن فعالیت میکنن اضافه بشه، یا مثلا یه دونه استار اضافه بشه به مثلا اون شخصی که داره توی این کامیونیتی پست منتشر کرده. این جنس ماژول های شخصی سازی شده عملا برای کامیونیتی ها رو باز ما میایم و با استفاده از همین وایب کدینگ و ترکیبش با همون ایجنت هایی که وصل میشه به کامیونیتی هاشون پیاده میکنیم. و خب کلیت کاری که داریم میکنیم هم همینه دیگه. حالا اون بحث توسعه پروداکت و اینها رو هم که مفصل روش صحبت کردیم که وایب کدینگ چی کار میکنیم و اینا. ما هم به نظر خودم خیلی اینوست کردیم روی هوش مصنوعی و توی همه تیم‌های مختلفمون داریم استفاده‌های زیادی میکنیم. حالا خیلی از مثالاشو حین صحبتم گفتم، یه سری مثالا رو گفتم که توی پروسه مثلا سمت دیزاین چی کار داریم میکنیم و چه تغییراتی اتفاق افتاده. حالا یه مثالم بخوام بزنم محصولی، یه سری کارا بود خب قبلا خیلی کمتر امکان انجامش بود، یعنی ممکن بود ولی خب بهینه نبود برای سازمان‌ها که بخوام برن سراغ این کارا. مثلا یه مثال بخوام بزنم، ما دیوار خب لید مارکت استخدام کارکنان یقه آبی توی مارکت استخدام هست، به این معنی که افرادی که یه سرویسی ارائه میدن، خدماتی ارائه میدن، حالا هر چیزی ممکنه باشه، مثلا ممکنه که منشی مطب باشه، ممکنه پیمانکار باشه، ممکنه تعمیرکار باشه یا پیک باشه یا هر موقعیت شغلی دیگه ای. توی این مارکت خب دیوار لید استخدام این حوزه است. در نتیجه اتفاقی که افتاده اینه که خب خیلی از کسایی که توی این حوزه میخوان نیرو استخدام بکنن توی دیوار آگهی میذارن، ولی یه مشکلی که همیشه وجود داشت توی این دسته این بود که کسایی که آگهی گذارن توی این دسته‌بندی دیوار خیلی فرایند رفت و برگشتی زیادی باید داشته باشن با کارجوها، با اونایی که دنبال استخدام برای اون موقعیت شغلی هستن. یعنی مثلا فرض کن من میخوام پیک استخدام بکنم، حالا یه عالمه آدم هستن، من یه آگهی رو دیوار میذارم، هزاران نفر میان برای من رزومه میفرستن. البته رزومه هم نداره بعضی موقعیت شغلی، حالا مثلا تو پیک رزومه نداریم، ولی مثلا برای منشی مطب و یه سریا رزومه میفرستم، بعد اونا رو بررسی بکنم. مثلا تو پیک احتمالاً خیلیا به من پیام میدن و میخوان استخدام بشن برای موقعیت شغلی.
و اتفاقی که میفته اینه که یه عالمه رفت و برگشت زیاد بین آگهی گذار و کارجو باید باشه، حالا چه توی تماس چه خیلی وقتا توی چت دیوار. در نتیجه ما یه سری متریک های رو توی دسته‌بندی های مختلفمون داشتیم بررسی میکردیم و دیدیم که مثلا چقدر طول میکشه و چقدر زمان میبره که آدم ها توی این دسته‌بندی بخوان نیرو استخدام کنن یا با یه نفر به توافق برسن برای اون موقعیت. و اتفاقی که میفته اینه که خب من خودم سرم شلوغه، دارم نیرو استخدام میکنم که ذره سرم خلوت‌تر بشه احتمالاً، و از اون طرف یه عالمه کارجو هستن که پیاماشون بی جواب میمونه. این خب فکر میکنم که مثلا خیلی سال پیش واقعا حل کردن این مسئله کار سختی بود، یعنی به روش آسونه بهینه‌ای نمیشد خیلی حلش کرد، ولی چند وقت پیش فکر میکنم که 1 سال 2 سال پیش بود توی دیوار ما با استفاده از جی پی تی کاری که کردیم این بود که این مسئله رو تا جای خیلی خوبی تونستیم حلش بکنیم. یه منشی استخدام داریم الان توی دسته‌بندی استخدام دیوار. کاری که این منشی میکنه اینه که رسما ایجنت آگهی گذاره، میاد اطلاعات آگهی رو کامل اسکن میکنه اگه فعالش بکنی، حتی اطلاعات بیشتری هم داشته باشی، هر جزئیات یا نکته‌ای میتونی بهش بگی. بعد هر کسی که توی چت دیوار به تو پیام میده برای اون آگهی که گذاشتی، مثلا همون استخدام پیک، همه رو میره دونه دونه سوالاشون رو بر همین اساس جواب میده. و خب به هر حال منی که دارم استخدام میکنم هم یه سری چیزا مد نظرمه دیگه، مثلا 5 تا معیار مختلف مد نظرمه. همه این داده ها رو هم از اون افراد جمع آوری میکنه، توی یه تیبل ذخیره میکنه و میفرسته برای آگهی گذار و حتی بهش میگه که مثلا کدوما مناسبن طبق این معیارایی که داری، کدوما مناسب نیستن. و خب این خیلی فیدبک های مثبتی گرفتیم و خب متریک هایی که توی این دسته داشتیم رو خیلی تحت تاثیر قرار داد و جابجا کرد. در نتیجه یکی از مثال های خوبی از کارهایی که تونستیم با تغییرات اخیر هوش مصنوعی بکنیم به ذهنم میرسه همینه. یا مثلا فرایند ثبت و بررسی آگهی توی دیوار الان خیلی هوشمندتر شده و داره میشه. حالا من توی اون تیمه نیستم ولی آره، یعنی کارهای خیلی مختلفی داریم توی این حوزه میکنیم. حالا از قبلم تمرکزمون روی این بود که کسی میخواد آگهی توی دیوار بذاره کمترین اطلاعات ممکنه لازم باشه بنویسه، اینکه چطوری عکس بگیره، اصلا اون اطلاعات رو از اون عکس استخراج بکنیم، لازم نباشه توضیحاتی بنویسه و خیلی نکته‌های دیگه هستن که الان این الگوریتم‌های هوش مصنوعی واقعا راحت کردن کار رو برای اینکه اون مشکل‌های کاربرها رو حل بکنی. فکر میکنم که این یه بعد خیلی مثبت قضیه باشه. قبلا خب خیلی کارهای پیچیده و زمانبری بود این کارا و شاید با کیفیت خیلی خوبی هم نمیشد انجامشون داد، ولی الان خیلی راحت تر میشه انجامشون داد. اینا هم یه سری کارهاییه که حالا ما توی دیوار داریم میکنیم. ببین دقیقاً این که میگی همین تغییراتیه که داره اتفاق میفته تو فیلد ما دیگه. ببین الان اتفاقی که داره میفته اینه که خیلی از کارها داره بهینه میشه، خیلی از کارها حتی ممکنه تا حدودی شیوهش عوض بشه و به کمک AI که حالا یه تولزی اون وسط قرار گرفته یا خودش اومده داره یه بهینه سازی انجام میده روی یک پروسه‌ای، باعث میشه که خیلی تایم آزاد بشه و خیلی تیم ها بتونن بهتر و با مثلا تمرکز بیشتر، مثلا تیم پروداکت الان خیلی بهتر احتمالاً میتونه با وجود این ابزارهای پروتوتایپینگ خیلی بهتر میتونه وقت بذاره روی اینکه فکر کنه آقا چه کارهایی رو میخوام انجام بدم، استراتژی محصولم چیه، نیازهای کاربرم چیه، نیازهای سازمانی چیه و بتونه به یه وضعیت بهینه تری برسه و خیلی بهتر فکر میکنم پرفورمنس رو خیلی بتونه بیشتر کنه. هرچند که خب باید حواسمون هم باشه دیگه، یا همشون ممکنه سوگیری ایجاد بکنه، همشون ممکنه دیتایی که نهایتا در اختیار ما میذاره معتبر شاید لزوما نباشه. حالا اینا همش جدای اون بحث امنیتیه که صحبتش کردیم. آره واقعا همینطوره. خلاصه که هم بازی داره عوض میشه، هم زمین بازی داره عوض میشه، هم نقشا داره تغییر میکنه. توی نقطه عجیبی هستیم واقعا. فکر میکنم تا الان راجع به پروسه طراحی، پروسه حالا رایج طراحی و اتفاقایی که توی بیزنس های مختلف داره میفته خیلی صحبت کردیم. یه سری سوالا هم هست ما این که از ما زیاد پرسیده شده توی پیامایی که تا الان گرفتیم از مخاطبامون، کامنت هایی که برامون گذاشتن که من دوست داشتم نظر تو رو هم در موردش بدونم.
اولی سوالی که ازمون پرسیده شده اینه که چطوری با این همه تغییر و ابزار جدیدی که هر روز داره میاد هم خودمون رو به روز نگه داریم، هم یکی از مخاطبمون پرسیده بود که چطوری یاد بگیرم اصلا این اتفاقایی که داره میفته. یعنی مثلا الان راجع به ایجنتیک ای آی صحبت کردیم، راجع به N8N ریلی و خیلی از پلتفرم‌های دیگه صحبت کردیم. فکر میکنم که حالا جالب باشه برای بقیه که بدونن نقطه شروعش چیه، مثلا مخصوصا کسایی که احتمالاً توی نقطه توی نقاط اولیه شروع مسیر شغلیشون هستن یا تازه مسیر شغلی طراحی رو شروع کردن، چطور میتونن با این ابزار بهتر یاد بگیرن کار بکنن. خودت نکته‌ای داری؟ ببین حالا تغییرات رو که تا حدودی روش خیلی مفصل حرف زدیم که داره اصلا به چه جهتی حداقل تا اونجایی که دیدیم و میدونیم تو این 2-3 ساله داره پیش میره و خیلی فرایندها داره بهینه میشه و اینها، و از اون طرف تایم آزاد بیشتری داره ایجاد میکنه و توانمندسازی که داره برای بچهای دیزاینر حداقل اتفاق میفته خیلی شدیده. ولی برای به روز نگه داشتن، حالا من یه اشاره‌ای کردم، ببین مثلا من خودم کاری که میکنم اینه که خب ما یه عالمه مرجع مختلف داریم که هر روز داره یه سری تکنولوژی جدید لانچ میشه و اون تکنولوژی ها رو معرفی میکنند. حالا یکیشون مثلا پروداکت هانته که هر در واقع تولز آنلاینی که میاد روی اون سعی میکنه بره و خودش رو پروموت کنه و اونجا دیده بشه. یا مثلا بلاگ هایی که خود اوپن ای آی داره، خود گروک داره، خود گوگل ای آی داره، بلاگ پست هایی که میذارن تو توییتر، فعالیتی که میکنن، یا کامیونیتی هایی که تو اسلک فعال توی زمینه حالا یو آی و یو ایکس و دیزاین کلن. تو ایران و فارسی ها رو تلگرام خب خیلی کامیونیتی وجود داره که رو اونا بچه ها میتونن جوین بشن. ولی همه اینها رو وقتی بخوای هر روز چک کنی مسلما نمیرسی و عملا کاری که من کردم اینه که با تنظیم کردن 4 تا ایجنت میاد و از همه این فانل ها اون دیتای جدید، اخبار جدید سورت میشه و در واقع اسکرپ میشه و یه جا بر من توی یه صفحه نشون داده میشه. من سعی میکنم هر روز اون رو مثلا یه تایم نیم ساعته، 1 ساعته نهایتا اون رو چک بکنم. معمولا آخر شبا میشینم اون لیستم رو چک میکنم، 2-3 تا 3-4 تا تولز از بین مثلا 20 تا تولزی که اونجا سورت شده در روز اومده که خب جذابتره برام، سایتش رو باز میکنم، میرم حتی مثلا لاگین میکنم پروداکتش، اگه در دسترس باشه یه تستی میکنم پروداکتش رو، اگه در دسترس نباشه پروداکتش سعی میکنم اگر تولز خیلی جذابه برام ویدیوهای یوتیوبش رو ببینم، ارتباط بگیرم با فاوندرش، ایمیل میزنم به فاوندرش میگم آره من مثلا فلانی ام، اینجوریه کارم، اینجا کار میکنم، تولزی که داری چیه، بردار بیار تست کنیم و حتی این کانکشن ها ایجاد میشه این بس. و کلا این پروسه‌ایه که اجتناب ناپذیره و باید هر روز در معرضش قرار بگیری که بتونی مثلا خودتو به روز نگه داری. از اون طرفم خب تا دلت بخواد پادکست و بلاگ و در واقع اکانت های فعال توی لینکدین و این ور اون ور چیزهای مختلف هست که اونها رو هم میشه دنبال کرد و در جریان قرار گرفت دیگه. دقیقا همینطوره. ممنون از نکاتی که گفتی. آره فکر میکنم که دیگه واقعا توی یه نقطه‌ای باشیم که لازم باشه یه زمانی رو توی روزمون، هفتمون، هر جوری که خودمون میدونیم اختصاص بدیم برای اینکه پیگیر این اخبار باشیم. یه چیزی هم که به من خودم کمک میکنه، حالا هم یکی از اون ایجنت هایی که من برای خودم ساختم همین اخبار جدید حوزه هوش مصنوعی مخصوصا توی حوزه طراحی محصوله. من خیلی وقتا مثلا میرم سابسکرایب میکنم این خبرگزاری‌های مختلف و بعد این ایجنته که ساختم از رو ایمیلم اونا رو میخونه دیگه. دقیقا همون محتواییه که خودم واقعا دنبالشم، یعنی رندوم توی مثلا جاهای مختلف هم نمیگرده دنبالش. اینم به من کمک کرده. ولی یه چیزی هم که خیلی کمک کننده است این که من خودم هم توی پروژه هایی که دارم سعی میکنم دنبال یه فرصتی برای استفاده از این ابزارها پیدا کنم. یا حالا توی صحبتمون خیلی خودت اشاره کردی، من یه سری مثالا زدم، از اینکه دنبال این باشیم که ببینیم کجای فرآیند کاریمون خیلی
چی میگن اتوماتیک میتونه چطور میتونه اتوماتیک باشه؟ به خاطر اینکه احتمالاً یه سری گاما توی همه شغل‌ها هست، مخصوصا شغل خودمون، که تکراریه، یه روال تکرار شونده ثابته. در نتیجه هر چیزی که اینجوریه تو میتونی به یه سیستم تبدیلش بکنی. آره، ولی خب فکر کنم هممون هم داریم آزمون و خطا میکنیم و یاد میگیریم و ببینیم چه اتفاقی میفته. ببین آخه مسئله اینه که اگر تو یه فلوی تکراری داری، اگر امروز خودت توی سازمان خودت، شرکت خودت، بیزینس خودت نری سراغ این که اون رو با AI و ایجنت ها و حتی یه پروداکتی که خودت توسعه بدی بر اساس اینکه یه جایی یه جوری اون بهینه بشه اون پروسه، یکی دیگه میاد این کار میکنه و اون مارکتی که تو داشتی ازت میگیره و خیلی سریعتر رشد میکنه. پس اگر که نری سراغ، هم شخصی اگر نری ای آیا رو یاد نگیری، هم اگر در اسکیل یه شرکت نری و بهینه نکنی پروسه هات رو بر اساس استفاده از ای آی ها، ایجنت ها، محکوم به حذفی. خیلی راحت محکوم به حذفی، یعنی تعارف نداره. ما یکی از سوالایی که یکی توی کامنت هامون ازمون پرسیده بود که من منتظر بودم که این اپیزود رو ضبط کنیم و ازت بپرسم این بود که چطور کار کردن با این ابزارا رو یاد بگیریم و اصلا برای افرادی که تازه مسیر شغلی طراحی محصول رو شروع کردن و الان مصادف شده با این اتفاقایی که توی حوزه هوش مصنوعی داره اتفاق میفته، چه نکته هایی داری؟ به نظر چه چیزایی هست که باید در نظر داشته باشن؟ من دیدگاهی که خودم دارم، خب من خیلی الان به نسبت مثلا چندین ماه پیش فوکسم روی پروداکت دیزاین بیشتر شده نسبت به اون موقعی که حداقل پوزیشنی که داشتم مثلا 1 سال پیش گرافیک دیزاین بوده تخصصی، حالا درست پروداکتم انجام میدادم کنارش ولی اینجوری بوده. الان فوکسم اینور بیشتر شد و دیدگاهی که خود من دارم اینه که انگار که مثلا زدیم صفر کردیم همه چیز رو و الان با وجود این وایب کدینگ ها، وایب پروتوتایپینگ ها، اتفاقی که افتاده اینه که همه انگار هیچی دیگه بلد نیستن. من بهترین کیلومترمون صفر شده، من همیشه میگم همه صفر شدیم. انگار من مثلا بهترین دیزاینر بودم، بهترین دیزاینر رو تو فیگما میزدم، ولی الان اگر وایب کدینگ ندونم خب اون بیزینس پیشروه که نمیاد سراغ من. خب من اگر ندونم که الان مثلا ایجنت چجوری ران کنم، ایجنت نداشته باشم برای مثلا یه چیز ساده‌ای که چند بار الان مثال زدیم همین خوندن اخباره، خب کسی دیگه نمیاد سراغ من چون من آدم به روزی نیستم قطعا. خب و این صفر شدنیه که برای همه اتفاق افتاده. یعنی کسی که الان میخواد شروع بکنه خیلی مقطع خوبیه، به شرط اینکه واقعا شروع بکنه و الان خیلی مقطع خوبیه، چون که میگم عملا یه جورایی بین اون کسی که هیچی بلد نبوده و اون کسی که خیلی بلد بوده فرقش اینه که اونی که خیلی بلد بوده خیلی سریعتر میتونه بیاد و سینک بشه با تولزه، میدونه 20,000 تا دیزاین خوب انجام داده، الان میدونه اون دیزاین خوبه رو چجوری با این وایب کدینگ انجام بده. ولی اون یکی تنها تفاوتش تو تولز و ابزار نیست، تولز و ابزار برای همه جدیده، تنها تفاوتش اینه که باید دیزاین خوب رو بفهمه و میره خیلی سریع دیزاین خوب رو میفهمه. و این تولز و ابزارها هم دیگه انقدر راحت شدن که 4 تا پرامپت دیگه، تو فقط باید بری مثلا چون کورس خود اوپن ای آی یا گوگل رو ببینی که کورس های فریه، این که چجوری پرامپت بهینه بنویسیم، چجوری ایجنت تنظیم کنیم، از این جور جنس کورس هاست، اینها رو ببینی و نهایتا دیگه میتونی بیای و وارد رقابت بشی. حالا به مرور زمان اون ذهن دیزاینی، اون نگرش دیزاین محور درست میشه و بهینه تر میشه، ولی شدنیه، نشد نیست. آره واقعا فکر میکنم که هممون داریم از اول یاد میگیریم. یعنی این میتونه هم مزیت باشه هم نباشه، بستگی به اون استفاده‌ای داره که ما داریم میکنیم، که ما چقدر این فرصت و قدرش رو بدونیم به خودمون بستگی داره. واقعا اینکه تو یه طراح سینیور باشی با سالهای سال تجربه ولی خودتو بروز نکنی با این تغییرات جدید، خب خیلی میتونه تو رو توی یه پوزیشن یه نفری که تازه شروع کرده ولی خیلی بروزه
احتمالا مثلا خیلی توی مارکت بتونه توی اون رقابت از تو جلوتر بیفته. میگم خیلی بستگی به خودمون داره که چقدر خودمون رو به روز نگه داریم با توجه به همین نکته‌هایی که گفتی، کارهایی که میگی داری توی حالا روتین خودت انجام میدی و به نظر منم واقعا همینه. یعنی حالا من خودم یه وقتایی میبینم که حالا حتی انقدر زود این تغییرات داره اتفاق میفته که خودم سختمه اصلا اینکه کیپاپ کنم با این همه تغییر، به خاطر اینکه واقعا فکر میکنم که مثلا یه چیزی که تا مثلا پارسال فکر میکردم که من باید برم فلان ابزار رو یاد بگیرم که فلان کار رو انجام بدم، دیگه منسوخ شده و مثلا در عرض 1 ماه 2 ماه یه چیز جدیدی اومده که حالا باید برم اون یکی رو یاد بگیرم. ولی یه چیزی که همیشه توی حوزه کاری ما ثابت بوده و فکر میکنم الانم هست اینه که ما یه سری اصل و یه سری پرینسیپل های پایه داریم توی طراحی محصول که اونا با وجود همه این تغییراتی که دور و برمون هست خیلی تغییر مثلا چندانی نداشته، چون نیازمندی های انسان ها که تاش تغییر نمیکنه. و من همیشه همون اولم که به قول معروف توی حوزه لیدرشپ دیزاین وارد شده بودم یا بعضی وقتا منتورشیپ انجام میدادم، همیشه میگم به طراح محصول که خیلی علاقه‌مند به ابزارها نباشین. یعنی مثلا به قول خودت توی صحبتت گفتی ما اوایل با فتوشاپ دیزاین میکردیم، بعد رفتیم سراغ اسکچ، ادوبی ایکس دی، فیگما. واقعا نباید دل خوش کرد به ابزار مختلف. فکر میکنم که حتی ابزارهای هوش مصنوعی هم همینجوری باشه. یعنی واقعا من خودم هر روز با یکیشون دارم یه کاری انجام میدم. ببین عملا اتفاقی که افتاده همینه دیگه. الان داریم شاهد اینیم که فیگما بعد از این که وایب کدینگ ها اومدن تازه یه دونه فیگما میک معرفی کرد، داره تقلا میکنه که بیا تو مارکت. قطعا یه شرکتی به اون بزرگی مثل فیگما از خیلی وقت زودتر از من و تو میدونسته که مسیر اینه و شروع کرده پروسه توسعه خودش رو. ولی خب اتفاقی که افتاده اینه که میبینیم یه ذره دیرتر وارد مارکت شده. ولی حالا آیا میتونه برگرده به بازی؟ نمیتونه؟ چه اتفاقی میفته؟ یا میبینیم از اون فریمر دوباره اومده اونم یه ای آی برای خودش تولید کرده و گذاشته، ولی آیا فریمری که این همه باش لندینگ های خفن دیزاین شد الان ای آیش هم میتونه لندینگ های خفن دیزاین بکنه؟ بعد آیا اگر میتونه با بقیه پروداکت های دیگه‌ای که دارن رقابت میکنن تو این فیلد میتونه رقابت بکنه؟ اینه که تولز ها همواره دارن تغییر میکنن و جایگزین میشن. هیچ وقت مهم تولز نیست، به قول تو اون قواعدی که وجود داره که اون قواعد هم برگرفته از نیاز انسانه، بیس اولی است. آره دقیقا همینطوره که گفتی. یعنی واقعا الان هم کسب و کارها خیلی دارن تغییر میکنن، بیزنس ها خیلی دارن تغییر میکنن و باید با این تغییرات خودشون رو به روز نگه دارن که جا نمونن از بازی یا حذف نشن. و هم توی سطح شخصی راجبه ما که داریم توی این حوزه کار میکنیم برای طراحی و توسعه این کسب و کارها این اتفاق داره میفته. واقعا هم خیلی تغییراتش غیر قابل پیش بینی و زیاده. یعنی من بعضی وقتا ازم میپرسن که مثلا به نظرت آینده طراحی محصول چه شکلی ممکنه باشه یا شرح شغلیمون چطوری داره تغییر میکنه. ولی نکته اینه که من توی همین لحظه میتونم این سوالو جواب بدم. واقعا نمیتونم بگم که مثلا 2 ماه دیگه 1 سال دیگه چه اتفاقی قراره بیفته یا چطور قراره تغییر بکنه. به قول خودت حالا مثال فیگما رو زدی. الان ما از یه جایی به بعد خب از ابزار فیگما استفاده میکردیم، ولی کی فکرشو میکرد که الان توی مارکت طراحی محصول ابزارهایی که استفاده میکنیم مثلا یه چیزی مثل لاوبل اضافه بشه، بولت اضافه بشه، کرسر اضافه بشه، تهش دیگه همون فیگما فریمر و وب فلو و این کارهایی که داشتیم میکردیم توی ذهنمون بود. ببین آره یه همچین اتفاقایی داره میفته و افتاده رسما دیگه الان. آره واقعا همینطوره دیگه. ببینیم چه اتفاقی میفته. خلاصه خیلی ممنونم ازت معین، واقعا خیلی لطف کردی که دعوت من قبول کردی و کلی هم وقت گذاشتی. خیلی ممنونم ازت. مثل همیشه که با هم دیگه صحبت میکنیم و من کلی ازت یاد میگیرم، واقعا ازت یاد گرفتم بازم و خیلی برام جالب بود. قربانت، مرسی. منم خوشحال شدم که بالاخره این یه فرصتی تونستیم این وسط درست کنیم، بشینیم حرف بزنیم. مرسی، خوش گذشت.